Prezidenti Cumhuriyet Tojikiston, asosguzori sulh و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان. Salomat baş. Alamat çıktı. Muhtaram a'zoyi Majlisi Milli va vakiloni Majlisi namoyandagon, hamvatanoni aziz, soли 2023 برای تاجیکستان با وجود مرکب شوی به سابقه وضع جهانی معاصر، اینچنین تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های ناگواری آن، خشکسالی و کم‌آبی سال‌های آخر در منطقه ادامه دارد و شرافت زحمت اهلانه و صادقانه مردم سربلند کشور باز یک سال باورار گردید. در همه ساحه‌های حیات جامعه پیشروی‌های نظررس به دست آمده. مجموع محصولات داخلی کشور نسبت به سال گذشته 8.3% زیاد گردید و با بیش از 130 میلیارد سومانی رسانیده شد. قسمت درآمد بودجه دولتی 102.5% تامین گردیده. دولت و حکومت مملکت جهت اجرای عهده‌داری‌های اجتماعی خود و حل مسائل
وابسته به رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تدبیرهای مشخص را راه اندازی نمود. با این مقصد تنها از حساب بودجه دولتی بیش از 40 میلیارد سامانی روانه کرده شد که نسبت به سال 2022 50.3 میلیارد سامانی زیاد می باشد. تا این سالهای آخر توجه اولین درجه حکومت مملکت با مسئله پیشگیری کردن تأثیر خفای احتمالی به اقتصاد ملی، استفاده ثمرناک اقدارهای موجوده، صنعت کنونی کشور و تأسیس جایهای کاری روانه کرده شد. ما همچنین تشکل اقتصاد سبز، صورت بخشیدن روند رقمی کنونی اقتصادیات، انکشاف نیروی انسانی، بلند برداشتن رقابتناک محصولات وطنی، تقویت امکانیت‌های صادراتی مملکت و بهتر گردانیدن صفت خدمت‌رسانی‌های اجتماعی را از جمله مسائل افزایشناک اعلام نمودیم. صرف نظر از تأثیر عامل‌های منفی سالهای آخر از جمله پنجشوی بیماری سیروتی کووید 19، نزاع‌های تجارتی، مناقشه‌های منطقوی، خللدار گردیدن نظام مناسبت‌های بین المللی اقتصادی و مالیوی و تأثیر بی‌واسطه آنها به اقتصاد ملی به ما میسر شد که نشان دهنده‌های رشد را در این مرحله حساس تأمین نمود. در 7 سال آخر سرعت رشد اقتصاد ملی به حساب میانه 7.5% را تشکیل داده، حجم مجموع محصولات داخلی 1.5 برابر زیاد گردید. حالا که ما در همین زمان 7 سال 2 سال زیادتر در حالت کسری‌های بیماری کووید 19 قرار داشتیم که بینید که در اون سالات چگونه مشکلات اقتصادی و مالی در تمام دنیا را فرا گرفته بود. در این دوره درآمد پولی اهالی 3 برابر افزایش یافته، از 37.2 میلیارد سامانی سال 2017 با 112.7 میلیارد سامانی در سال 2023 رسید. مزد میانه مهنت بیش از 2 برابر و اندازه نفقه نهایی 1.9 برابر زیاد گردید. با وجود بالاروی نرخ‌ها در بازارهای جهانی سالهای آخر در کشور سطح تورم معتدل نگاه داشته شده است. سال 2023 3.8% را تشکیل نمود. در نتیجه عملی سازی تدبیرهای ذکر گردیده سطح کمبیزاتی از 29.5% سال 2017 تا 21.2% در سال 2023 کاهش داده شد. عموما در 2 سال آخر سطح زندگی مردم کشور تدریجاً بهتر گردیده، نشان دهنده سطح کمبیزاتی از 83% سال 1999 تا 62% در سال 2023 پس کرده شد. این کاری آسان نیست. 62%. مردم کلانسال ما شما اونایی که سن سال کمتر بالاتر داریم در خوب در یاد داریم در کدام شرایط باز چگونه زندگی داشتیم. با مقصد ادامه دادن این روند با حکومت مملکت
سپارش داده می شود که جهتی در 7 سال میباده تا به 10% پست کردن سطح کمبزاعتی چاره‌های مشخص را عملی نماید. ما این کار کرده میتوانیم در صورتی که ما با مسئولیتی بلند چگونه که سال 23 کار و فعالیت کردیم ادامه دهیم. وابسته به این ضرور است که در سال 2024 توسط تطبیق ثمراناک برنامه و نقشه‌های قبول گردیده سرعت رشد اقتصاد ملی در سطح نکم از 8% تامین کرده شود. وکیلان محترم، در نتیجه عملی سازی برنامه‌های سازنده حکومت مملکت قسم درآمد بودجه دولتی هر سال زیاد گردیده. سال 2023 حجم آن نسبت به سال 2017 1.6 برابر افزایش یافت. با فراهم آمدن امکانات خصوصیت اجتماعی بودجه دولتی تقویت داده شده خراجات برای علم و معارف، تندرستی و دیگر ساخت‌های اجتماعی از 9.6 میلیارد سومانی سال 2017 به 18.5 میلیارد سومانی در سال 2023 رسانیده شد، یعنی 1.9 برابر زیاد گردید، قریب 2 برابر. در 7 سال اخیر از حساب بودجه دولتی برای دستگیری گروه‌های آسیب پذیر اهالی توسط پرداخت نفقه، کمک پولی و جبران پولی ها، نگهداری مؤسسه‌های حفظ اجتماعی و عهده‌داری های دیگر زیاده از 21.9 میلیارد سومانی از جمله تنها در سال 2023 4 میلیارد سومانی روانه کرده شد. وکیلان محترم و مردم تاجستان، اگر هر کدام شما اهمیت داده باشید، من هر شهر و ناحیه‌ای که سفر کنم حتما از حال و احوال یتیمان باخبر میشم و مقایسه میکنم سالهای 92 93. نه که شرایط زندگی یتیمان، شرایط زندگی عموما اهالی مملکت، مخصوصا نورسان و کودکان و جوانان. امروز در یگان مکتب اینترنت و یتیمخانه های ما از لحاظ مبلغ‌زاری، تأمینات به همه چی یتیمان ما خود را حتی یتیم احساس نمی کنند. در غمخواری و سلامت باشید. سلامت باشید. در این دوره تنها جهت پرداخت کمک عنوانی اجتماعی برای عائله‌های کمبزاد و کودکان معیوب، اینچنین جبران پولی یک وقته به شهروندان از فلاکت‌ها ضرر دیده 2 میلیارد و 70 میلیون سومانی روانه کرده شده است. حکومت مملکت برای دستگیری ساحه‌های اجتماعی و با این وسیله بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم کشور از حساب بودجه دولتی در آینده نیز تدبیرهای علاوه‌ای را عملی می‌گرداند. در 3 سال بعد حجم عمومی خراجات بودجه دولتی به ساحه‌های اجتماعی افزایش داده شده. به این مقصد 61 میلیارد سومانی روانه کرده میشه. وزارت مالیه وظیفه‌دار کرده می شود که یک جا با ساختار و مقامات دخلدار جهت تامین نمودن نشان دهنده های قسم درآمد بودجه دولتی
самаранокии хароҷоти он ва фарогирии пурраи сарчашмаҳои имконпазири даромади бюҷет раванди рақамикунонии молияву андозро густариш бахшида дар муҳлатҳои наздиктарин низоми мукаммали муносибатҳои молияи рақамиро роҳандозӣ намояд. яке аз роҳҳои асосӣ ва ҷиддии мо ан ҳамин бо роҳи рақамикунонӣ аст. мо метавонем агар ҳаминро мо ҷорӣ кунем дар кишвар қисми даромади бюҷети давлатро то 2 маротиба зиёд намоем. دو مراتب زیاد شد به کجا می رود؟ به ساهای اجتماعی، معاش، نفقه و دیگر ساهای تندرستی، ساهای معارف، ساهای این دیگر ساهای. این را با مسئولیتی بلند تمام خدمتچیان دولتی، تمام ساختار و مقامات دولتی یکی از وظیفه‌های اساسی ما شما در همین 1-2 سالی بعدی پیام از همین عبارت است. وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، بانک ملی و دیگر وزارت اداره‌ها در 2 سال می‌بعد نظام پرداخت‌های غیر نقدی را در همه ساحه‌ها از جمله نقطه‌های سودا و خدمت‌رسانی پورا جاری کرده همگرایی فعالیت را در این سمت تأمین نماید. من مخصوص غیر نقدی را تا همین دوره نگذاشتم. اکنون وقتی رسیده است که ما با تکنولوژی حاضر زمان با خودی قدم گذاشتن با اعضای جامعه جهانی تمام دنیا با همی گذشته است. ما نیز باید از این قفا نمانیم. شرط نیست قرضی کارا پوری دلار کرده به خارجه بریم یا که بعد گرفته در جای دیگر هست مانده در بانک گذراندیم. هم به خطر هم اقتصادیاتی مملکت رشد میکند. ما اینا مردم را اول که خودمان باید درک کنیم و دیگر که مردم را ناز فهمانیم. این یکی از راه‌های اساسی پیش راه شدت کروپسیا را از بین بردن است، ریشه‌کن کردن است. اینچنین با مقصد جلب سرمایه داخلی و خارجی جهت رشد بازار کاغذهای قیمتناک بخصوص کاغذهای قیمتناک سبز و بازار تکراری تدبیرهای ضروری اندیشید. سال 2023 دارایی ساختارهای مالیوی کشور و قرضی کشور نسبت به سال گذشته 22% زیاد گردیده 39.6 میلیارد سامانی را تشکیل کرد. سال جاری پیشنهاد قرض‌ها از جانب نظام بانکی در مقایسه با سال 2022 31.1% افزایش یافته به 18.5 میلیارد سامانی برابر گردید. حجم قرض‌های خردی داده شده 32.1% زیاد گردیده 13.3 میلیارد سامانی را تشکیل داد. این حالا هم کم است. قرض‌های به زنان و بانوان صاحب کار پیشنهاد شده 30% افزایش یافته به 4.8 میلیارد سامانی رسانیده شد. این خیلی مبلغی کلان. به زنان و بانوان صاحب کار همینجا سوال به میاد میآید با آن پدر و مادرانی که دختران خود را با مکتب به خواندن مالیه ایجاد میکنند و بینیتون بانوان زنان دخترانی که به صاحب کاری مشغول است چقدر مبلغ امکانیت دارد و 100 تا زندگی خود را بهتر کنند.
وقتی سواد دارد، وقتی دانش دارد و زبانهای خارجی را می‌دارد، کوشش میکند از سیب که نو میبرارد، شوهر دمیجم فکر میکند که مشکلش آسان میشد. برعکس، برای من پدر و مادر گفتند از وقتی که تولد کردی تا نفسی واپسین زحمتش میکشی. ها با شوهر بیتی، شوهر دادی با نبیردار میشوی، با ابیردار میشوی که از فرزندها شیرین تر. چی غمی آنها را نمیکنی؟ فکر نمیکنی؟ خراجات نمیکنی؟ وقتی که فرزند تربیه یافته است، تعلیم گرفته است، سواد دارد، دانش دارد، کسب دارد، هنر دارد، برعکس با پدر و مادر خود نگاهبان میشود، نگاه بین میکند، غمخواری میکند. بعضا هستن خرافات پرستان، چیکار میکنند؟ مرد دختری ما چیکار میکنند؟ و بینید ما در عصر زمانه علم و تکنولوژی جهانی معاصر زندگی کرده، پیشرفته ایستادیم. هر روز بینید در دنیا چقدر پیشروی‌های علمی تکنولوژی است. بعد 10-15 سال ما با این سوادی که آموختیم کار و فعالیت زندگی کرده ما مشکل میشود. اقلا مایلش همه عالم نمیشود، شاعر نمیشود، نویسنده نمیشود، اختراعکار نمیشود، لیکن اقلا زندگی عائله خودش، فرزند خودش تربیت کردن میتواند. کودک به مکتب میرود، تعلیم و تربیت حاضر زمان میگیرد و در عائله که پدر و مادر سواد نداشته باشند، نفهمد چگونه معاشرت میکند، معامله میکند با فرزند خود. این را باید پیش از همه پدر و مادرمون محترم ما باز یک بار یا تاکید میکنند که خوب اندیشه کنند. ضامن در حق نورسان و کودکان و فرزندان خود نشویم. آینده آنها را فکر کنیم، آینده خودی ما نه، آینده فرزندا، نبیرا ابیرا را فکر کنیم، تربیت کنیم، شرایط مهیا کنیم. دولت را کی آباد میکند؟ وطن را کی آباد میکند؟ متخصص بسیاری ها ما شهر نساختیم، دیگر نساختیم، دیگر کی میکند؟ همون شهر کی بسازد؟ در کجا معماری ما؟ در کجا اختراعکار ما؟ در کجا دانشمندان با معرفت سطح بین المللی ما؟ کلی کی تربیت میکند؟ کی به پایان میرساند؟ تنها رهبر دولت؟ در این دوره من در این موضوع پایانتر ایستادم میگذارم، تعلیم میکنم، هم برای شما هم با مردم تاجیکستان. چه خدمت های بزرگ که با زنان و مادران و بانوان تاجیک کرده ایستادن. در این دوره بقیه عمومی پسندازهای اهالی و شخصان حقوقی در تشکیلات های قرضی وطنی 32% زیاد گردیده به 18.6 میلیارد سامانی رسید. وکیلان محترم، این رقم ها برای شما بسیار مهم است. وقتی که در حوزه‌های انتخاباتی با انتخاب کنندگان خودتان صحبت میکنید، ملاقات میکنید، مقایسه کرده با مردم فهمودن نکن. این چی معنا دارد؟ این من یک رقم رو میگویم. هم درآمدی اهالی، هم پسندازها کی؟ این همون درآمدی اهالی زیادی که در بانک ها گذاشته است. در یک سال 32% این کم نیست. بانک ملی و تشکیلات های قرضی را ضرور است که
در سمت دریافت منبع‌های ایلاوگی مبلغ‌زاری و در این زمین از یاد کردن پیشنهاد قرض‌های درازمدت دسترس و با فایز پست اینچنین پورا جاری نمودن نظام رقمی خدمت رسانی‌های بانکی در همه منطقه‌های کشور و استفاده وسیع تکنولوژی مالیوی تدبیرهای ایلاوگی اندیش. حکومت مملکت رشد بخش خصوصی، صاحبکاری و سرمایه‌گذاری را در استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 همچون واسطه اساسی نائل شدن به هدفهای ملی معین کرده است و جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری و سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری جالب گردانیدن اقتصادیات کشور و به صادرات نگرانیدن آن پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. در نتیجه تدبیرهای عملی گردیده شماره سوبیکت‌های صاحبکاری در 7 سال آخر از 62,000 به 350,000 برابر گردید. در این دوره از جانب صاحبکاران کشور بیش از 2,000 کارخانه و کارگاه‌های استثماری با 21,000 جای کاری 1,380 انشاءات ساحه معارف 1,213 مؤسسه تندرستی 11.5 کیلومتر راه و 461 پل بنیاد و از نوسازی کرده شده است. تنها در سال 2023 صاحبکاران مملکت 715 کارخانه نوی استحصالی با 5,000 جای کاری ساخته به استفاده سپاریدند. سال جاری از جانب صاحبکاران وطن دوست در ساحه معارف 117 انشاءات برای بیش از 43,000 خواننده بنیاد گردیده. در ساحه تندرستی ساختمان از نوسازی 139 انشاءات انجام داده شد. رقم‌ها را گوش کردین؟ رقم‌ها را گوش کردید؟ آن کارهای سازندگی که صاحبکاران باننگ ناموس مملکت انجام داده ایستادند ما آن را از بودجه دولت به این اندازه نکردیم. صدقاً من در سفرها میبینم از پایتخت مملکت سر کرد. جایهای کاری تأسیس شده حالا مقایسه میکنیم با دوره سالی 91. با استفاده از فرصت به همه صاحبکاران و سرمایه‌گذاران باننگ ناموسی کشور برای تشبس‌های سازنده‌شان به خاطر آبادی و پیشرفت وطن محبوبمان منتداری صمیمی ایثار می‌نماییم. حکومت مملکت و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه دارند که برای بلند برداشتن شفافیت باز هم بهتر گردانیدن فضای صاحبکاری و سرمایه‌گذاری و برطرف کردن مانع‌های معمولی و صنعی در این سمت تدبیرهای سریع را عملی سازند و تشبس‌های صاحبکاران را همه طرفه دستگیری نمایند. دوستان عزیز، جایگاز مخفیش نیست. شما دیدین دوامی سال. من یک رقم را به جای شما میگم.
ما قریب دوام 20 سال زیاد شد به تمام جامعه جهانی دولت‌های پیشرفته متمدن مراجعت کردیم دایر به تصمیه بنیادی تصمیه امنیتی بر سرحدات با جمهوری اسلامی افغانستان بودن بعضا کم و بیش کمک‌هایی کردن لیکن وقتی من مراجعت به صاحبکاران وطنی کردم در یک سال 75 انشاءات سرحدی از آن جمله دیدبانگاه‌های سرحدی به درجه عالی در سرحدی تاجیکستان و افغانستان بنیاد کرده شد. دیگر ما از گردنکجی محتاجی طلبیدنی بیرون شدیم. چگونه آفرین نمیگیم؟ سلامت باشید حسن. من بین اشاره به آن کرده ایستادم که ما اعضای حکومت رهبران ولایت و شهر نایا و دیگر ساختار و مقامات های حفظ حقوق نظامی قدرتی دیگر یعنی در خاطر داشته باشید جای کاری را کی معین میکنه؟ انشاءات های اجتماعی را اساساً کیا بنیاد کرده ایست؟ حتی امروز کمک دست درازی یا رسان کرده ایستادن در بنیاد های انشاءات نظامی و حربی دیگر کی؟ صاحبکاران وطنی، صاحبکاران باننگ ناموس. این از زیادتان فراموش نسازید. برعکس طبق معلومات آماری در 7 سال آخر به کشور به مبلغ بیش از 95 میلیارد سومانی سرمایه خارجی وارد گردیده است که زیاده از 30 میلیارد سومانی آن سرمایه مستقیمی باشد. این کم هم باشد لیکن قدم به قدم رفته ایستاده. 95 میلیارد این 9 میلیارد دلار در 7 سال این کم نیست. با پایاتر ایستاده میگذارم حالا چقدر لایه عملی شده ایستادند. در این دوره در ساحه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی از حساب بودجه دولتی و سرمایه خارجی بیش از 1400 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 36 میلیارد سومانی عملی کرده شده است. حالا در مملکت برای وکیلان محترم بسیار مهم است معلومات اخبارات همین شب و روزها. حالا در مملکت باز 724 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی 152 میلیارد سومانی عملی گردیده ایستاده است. طبق استراتژی ملی رشد کشور برای دوره تا سال 2030 حجم سرمایه مستقیم تا سال 2026 نسبت به مجموع محصولات داخلی تا 10% رسانیده شده. سالهای 2022 و 2026 یعنی در 5 سال باید به اقتصاد ملی بیش از 60 میلیارد سومانی سرمایه مستقیم جلب کرده شود. ما زحمت کشیدن نمانده کار. سال 2023 برای تشکیل استحصالات نوی صنعتی وسیع‌گردانی فاندهای اساسی و برای ماندن استحصال محصولات نو و رقابتناک از حساب سرمایه خارجی و مبلغ کارخانه ها زیاده از 7 میلیارد سومانی روانه گردیده است که نسبت به سال 2022 1.5 برابر زیاد می باشد.
зарур аст ки дар ин раванд ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, таҳкими ҳамкорӣ бо ширкатҳои ватаниву хориҷӣ, сармоягузорон, шарикони рушд ва созмонҳои молиявии байналмилалӣ барои ташкили корхонаҳои нави истеҳсолӣ бо воридоти технологияҳои муосири каммасраф ва дар ин замина ноил гардидан ба ҳадафҳои асосии рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар диққати аввалин дараҷа дода шуд. дар робита ба ин ҳукумати мамлакат доир ба ислоҳоти низоми ҷалби сармоя, таҳияву пешниҳод ва татбиқи самараноки лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар бахши воқеии иқтисодиёт, бахусус дар бахшҳои саноативу агросаноатӣ тадбирҳои зарурӣ андешид. вазорати рушди иқтисод ва савдо ва кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ барои баландбардоштани имкониятҳои сармоягузорӣ ба кишвар стандартҳои миллии экологиву иҷтимоӣ ва идоракуниро дар пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ таҳия намоянд. ҳамватанони азиз, соҳаи саноат ва инноватсия яке аз манбаъҳои муҳимтарини рушди минбаъдаи кишвар ба ҳисоб рафта, пешрафти он имкон медиҳад ки сарчашмаҳои иловагии даромади бюҷети давлатӣ пайдо гардида барои аҳолӣ ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шаванд. дар зарфи солҳои истиқлоли давлатӣ амалисозии нақшаву барномаҳои рушди соҳаи саноат имкон дод ки дар кишвар беш аз 3000 корхонаи саноатӣ бо 54000 ҷойи корӣ сохта ба истифода дода шавад. танҳо барои иқтидорҳои саноати нав бунёд шуда дар замони соҳиби ислом мо 800 мегаватт қувваи барқро ба соҳаи ҳамин саноати нав равона карда, бунёд гардида равона гардид. талабот зиёд шуд. дар 75 соли гузашта то соли 1991 дар ҷумҳурии ҳамагӣ 358 корхонаи саноатӣ ва 33000 шумораи коргарон буд. худатон муқоиса кунед. танҳо пас аз барқарории сулҳу сибот ба роҳандозии фаъолияти бо низоми соҳаҳои фалажгардидаи ҳокимияти давлатӣ мо имконият пайдо кардем ки аз соли асосан 2000 ба масъалаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат машғул шавем. яъне мо ба рушди иқтисоди мамлакат аз соли 2000 ҳамагӣ 23 сол пеш шурӯъ кардем. ҷанги шармандии кишвари моро ба зиёда аз 50 солаҳо қато пардохт. дар ҳамаи самтҳо тавонистанд душманони миллати тоҷик, чуноне ки ман дар чоравини 115 солагӣ ҷашни алома бо боҷоқ Ғафуров қайд кардам. бо дар назардошти аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат мо солҳои 2022-2026-ро солҳои рушди саноат эълон намудем. ҷиҳати амалисозии иқдом таи 2 соли охир дар кишвар беш аз 1200 коргоҳу корхонаи нави истеҳсолӣ бо 11000 ҷойи корӣ таъсис дода шудааст. шумо бо воситаи телевизион дидед, ба наздики ман ба вилояти Хатлон сафар кардам, ба яке аз ноҳияи дурдасти кишоварзии мамлакат ноҳияи Вашт. дар як хоҷагӣ дар деҳот корхонаи замонавӣ бо технологияи пешрафтаи дунё барои 500 нафар
خب کارخانه نساجی بنیاد کرده و کارخانه دوم این 3 سال خودی پخته خودشونه تا محصولات تیار نهایی آماده میکنن بعد 2 سال دیگر با صادرات. چقدر من دیدم زنان و مادران و دختران تاجیکی دهات چقدر خرسند هستند در در خانه شما. چنین کارخانه های صنعتی شما دیدی ساده که نه اینکه کارخانه های صنعتی حتی دانشگاه و دانشکده های در زمان استقلالیت بنیاد کرده ما نیست. در شهر نایای دوردست تنها در یک پایتخت نیست، در شهر خورو، در نایای رشت، شهر پنجکین، نایای وخش، شهر بختر، شهر کولاب، شهر اسفرا. خب وای کرده ساده ما این را حتما کرده را مانده که آیند دیهات هم روش کرده نشد. این گونه انشاءات ها بس بلند برداشتن سطح معرفتناکی مردم بسیار کمکی اولی درجه میرسد. خواهی نخواهی تاثیر درگیر اطراف خود همون محل باید تاثیر میرساند، تاثیر مشبی. سال جاری حجم استحصال محصولات صنعتی نسبت به سال 1992 4.6 برابر افزایش یافته و زیاده از 46 میلیارد سومانی رسانیده شد. تنها در 7 سال اخیر این نشان دهنده 2.4 برابر زیاد گردیده است. با وجود این در روند صنعت‌کنانی با صورت کشور یک قطار مسائل حل طلب از قبیل فرسوده شوی تجهیزات، سطح پستی رقابتناکی محصولات و گوناگون سمتی آن، نارسایی مبلغ‌های گردان کارخانه‌ها و کادرهای بلندساز وجود دارد. همچنین تاکید می‌نمایم که سال جاری صادرات محصولات صنعتی تمایلی کاهش‌یابی پیدا کرده است. سال 2022 صادرات محصولات صاحب به 22.8 میلیارد سومانی رسیده بود، ولی در سال 2023 این نشان دهنده همگی 18.5 میلیارد سومانی را تشکیل کرده 19% کم گردیده است. از این رو حکومت مملکت، وزارت صنعت و تکنولوژی نو و مقامات اجرایی محلی و حاکمیت دولتی را ضرور است که افزایش نظررس حجم کارکرد و محصولات به صادرات نگرانیده شده، بلند برداشتن رقابتناکی و گوناگون سمتی استحصالات، جایگیر کنانی ثمرناک اقتدارهای استحصالی و تأسیس مجمع‌های صنعتی را تامین نماید. وزارت صنعت و تکنولوژی نو یکجا با رئیسان ولایت‌ها و شهر نایه‌های مملکت بر رشد صنعت سبک، خوراکواری، هنرهای مردمی به این وسیله برآمدن کارکرد پوره اشیاء خام وطنی و با جایهای کاری تامین نمودن اهالی کشور خصوصا جوانان و بانوان اعتباری مخصوص دهند. وابسته به مسائل ذکر گردیده حکومت مملکت وظیفه‌دار است که دایر به تکمیل نظام آماده نمودن متخصصان برای بخش واقعی اقتصادیات با در نظر داشت افضلیت‌های ساحوی، تأسیس مجموعه‌های صنعتی، اگروصنعتی و خدمت‌رسانی تدبیرهای مشخص را راه اندازی نماید. طوری که هموطنان عزیز ما مشاهده می‌کنند سالهای اخیر تغییریابی اقلیم در مقیاس سیاره به مشکلی اولی درجه تبدیل یافته، تاجیکستان را نیز تحت تأثیر منفی خود قرار داده است. در کشور ما هر سال آفت‌های طبیعی از جمله خشکسالی، آمدن سیل، فرآمدن ترمه و یارش به اهالی و اقتصاد ملی ضرر زیاد می‌رساند. بنابراین با مقصد استحصال انرژی سبز
рушди иқтисоди сабз ва паст кардани партови газҳои гулхонаӣ зарур аст ки дар самти сармоягузории давлатӣ ва рақамикунонии ҳифзи муҳити зист тадбирҳои иловагӣ амалӣ карда шавад. дар робита ба ин саридораи геология бо истифода аз натиҷаҳои ба даст омадаи муҳандисиву геологӣ ва бо нишон додани минтақаҳое ки зери таъсири омилҳои хатарноки табиӣ қарор доранд атласи равандҳои экзогениву геологии кишварро таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд. инчунин ба ҳукумати мамлакат ва саридораи геология супориш дода мешавад ки фаъолиятро доир ба баландбардоштани сатҳу сифати омӯзиш, ҷустуҷӯ, иктишоф ва барои истифодаи саноати омода намудани конҳои канданиҳои фоиданок вусъат бахшанд. барои омӯзиш ман пешниҳод мекунам ки бо ҷалби мутахассисони кишварҳои хориҷӣ дар ин самт мо ҳам технология ва ҳам мутахассисони бисёр соҳибкас дар ин ҷода дар соҳаи геология кам ҳастанд. мо умуман шохторро аз нав дида имконият диҳем бо институтҳои сохторҳои геологии кишварҳои мутамаддин ҷалб кунем ва корҳои иктишофиро дар кишвар васеъ баромонем. баъзан конҳоро аз нав бозомӯзӣ кардан монда кор бо истифода аз технологияи ҳозира замон. не ки конҳои фақат ҳамин тило, ангишт, дигар литий, целансовый вазоратҳои молия, саноат ва технологияҳои нав ва саридораи геология вазифадор карда мешаванд ки ҷиҳати дарёфти маблағҳои зарурӣ барои тақвияти корҳои таҳқиқотиву геологӣ ва мушаххассозии захираҳои мавҷуда тадбирҳои амалӣ андешанд. маблағгузориро дидам ки мутахассисҳои беҳтарин корро партофта нараванд, баръакс ҷалб карда намонанд. бояд гуфт ки солҳои охир рушди бомароми соҳаи энергетика ба раванди саноати кунонӣ бо сурати кишвар заминаи мусоид фароҳам оварда истодааст. умуман дар замони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат барои навсозӣ яъне таъмиру таҷдиди низоми энергетикии кишвар 85.7 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. дӯстони азиз, ман забони оддӣ хати мефаҳмонам ки мардумам фаҳманд чӣ маъно дорад. ман ҳоло номбар кардам. агар намекардим ин корро, агар мо ин корро намекардим, шояд имрӯз умуман бебарқ мемондем. чунки иншоотҳое ки 70 сол 75 сол кор кардагӣ буданд пурра фарсуда шуда аз кор монда буданд. мо зимистони гузашта дар минтақа мои шумо шоҳид будем. як сабабаш ҳамин буд. 8.5 миллиард, қариб 9 миллиард доллар мо барои таҷдиду аз навсозӣ равон кардем. то хатҳои барқи 110 киловатт, 110 киловатт чи байни дохили деҳаҳои маҳаллу онишин 34 иваз кардем. хатҳои барқам пурра ҳам 500 киловатт аз боло то ҳам трансформатор стансияҳои барқи тақсимкунанда дигар пурра аз нав карда шуд.
дар ин давра танҳо барои азнавсозии нерӯҳои барқи обӣ амалкунанда беш аз 11.3 миллиард сомонӣ равона гардида, нерӯҳои барқи обӣ Сарбанд пурра таҷдид ва иқтидори он 30 мегаватт зиёд карда шуд. 1 миллиарду 360 миллион сомонӣ хароҷот кардем барои Сарбанда пурра азнав кардан. 136 миллион доллар бо кӯмаку дастгирии институтҳои байналмилалии молиявӣ бо тариқи грант. бо 40-50 соли дигар нерӯҳои барқи обии Сарбанд кору фаъолияти худро пурра ҳама пурра азнав шуд. инчунин ҳоло таҷдиди нерӯҳои норак ва қайроқум бо маром идома дошта, баъди ба анҷом расидани корҳо иқтидори онҳо дар маҷмӯъ 423 мегаватт афзоиш меёбад. қариб 1.1. нуқтаи муҳим ин аст ки нерӯҳои зикршуда баъди азнавсозӣ ба мардуми Тоҷикистон боз дар солҳои дигар хизмат хоҳанд кард. ҳукумати мамлакат бо дар назардошти фаровонии захираҳои гидроэнергетикӣ, иқтидори бузурги истеҳсоли энергияи сабз ва содироти он дар ҷодаи ноил гардидан ба ҳадафи стратегии худ расидан ба истиқлоли энергетикӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. соли 2023 иқтидори энергетикии Тоҷикистон зиёда аз 6000 мегаватт ва истеҳсоли нерӯи барқ 22 миллиард киловатт-соатро ташкил дод ки нисбат ба соли 2017 4,8 миллиард киловатт-соат ё 28% зиёд мебошад. бо мақсади расидан ба ҳадафҳои гузошташуда зарур аст ки дар солҳои оянда аз ҷониби ҳукумати мамлакат, вазорати энергетика ва захираҳои об ва дигар сохтору мақомоти марбута тадбирҳои зерин амалӣ карда шаванд. якум, бунёди нерӯгоҳҳои барқии обии Роғун, Себзор ва таҷдиди нерӯгоҳҳои амалкунандаро бо маром идома дода, корҳо дар самти дарёфти маблағзории иқтидорҳои нави тавлиди энергияи сабз ва ба 10,000 мегаватт расонидани иқтидорҳои энергетикии кишвар вусъат дода шаванд. дуюм, барои беҳтар кардани таъминоти аҳолии кишвар бо барқ ва рушди соҳаи истиқроҷи маъдан ва саноати металлургия, суръати корҳои асоснокунии техникӣ ва лоиҳакашии нерӯҳои барқии обии Шуроб бо иқтидори 1000 мегаватт дар дарёи Вахш, ин аз Роғун поёнтар байни нерӯҳои Норак ва Роғун. Санобод бо иқтидори то 500 мегаватт дар 3 марҳала дар дарёи Панҷ, қисмати ноҳияи Рӯшон ва Чарсем, дар дарёи Ғунди ноҳияи Шуғнон бо иқтидори 14 мегаватт бо дар назардошти бунёди хатти интиқоли барқ ва дигар инфраструктураи зарурии интиқол ва тақсимоти барқ тезонида шуд. сеюм, дар робита ба амалисозии лоиҳаҳои сохтмони хатти интиқоли барқи Касаҳазор ва аз навпайвастшавӣ ба низоми энергетикии Осиёи Марказӣ барои дар 7 соли оянда то 10 миллиард киловатт-соат афзоиш додани содироти нерӯи барқ тадбирҳои таъхирнопазир андешида шуд. чорум, ҷиҳати кам кардани талафоти нерӯи барқ, проблемаи рақами 1 дар ин соҳа ва ноил гардидан ба нишондиҳандаи назиёда аз 9% талафот, татбиқи саривақтӣ ва босифати лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар ин самт таъмин гардида, ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ ва истифодаи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ барои ҳалли ин масъала дар шаҳру ноҳияҳои кишвар вусъат бахшида шавад.
در یک ناحیه بزرگترین شهر دوشنبه، ناحیه سینا، با تشبوس رهبری حکومت شهر این کار را انجام دادن. 27% تلفات نیروی برق کم گردید. 8% تلفات، 8% و جمع‌آوری مبلغ 99.9%. من فکر میکنم دارم برنامه. حالا این کار در دیگر شهر و ناحیه مملکت نیست. انشاءالله با شهرهای اساسی را با انجام دیم، تلفات خیلی پس میشه. تلفات چی است؟ ما قریب 3 میلیارد کیلووات ساعت در مجموع نیروهای برقی آبی سنگتوده 1 و 2 تلفات شده ایستاده است. اگر این را پس کنیم، همین قوه برق بسنده است با اهالی امروزه مملکت. 24 ساعت مردم برق میگیرند. پنجم، با مقصد رسیدن به هدفهای استراتژی رشد اقتصادی سبز، جهت بنیاد نیروهای برقی از حساب منبع‌های برقرار شونده انرژی و تا سال 2030 با حجم نکم از 1000 مگاوات رسانیدن اقتدارهای الترناتیوی استحصال انرژی سبز، یعنی با استفاده ذخیره‌های آفتابی و بادی تدبیرهای عملی اندیشیده شوند. محترم سروزیر مملکت و معاون سروزیر عثمان زاده وزیر انرژی، وظیفه جانی شما در 3 سال ما حتما این کار را کرده آماده کن. یعنی کمابی خشسالی بینید 3 ماه است بارشات نیست. اگر تو در تابستان آب نشود چیکار میکنیم؟ نیروگاه‌های ما به آب کار کرده میتواند؟ نه. ما اقتدارهای الترناتیوی نیز داشته باشیم. ششم، کارها در سمت گزارش با تجهیزات کم مصرفی برقی در انشاءات اقتصادی و اجتماعی و استحصالی و کمونیکاسیونی مملکت و رعایت مدنیت بلند استفاده نیروی برق از جانب اهالی تقویت بخشیده شوند. من با صاحبکاران و تاجران مراجعت میکنم که با آوردن قندیل ها، لیوسترو من بخیری، لیوسترو میگه، قندیل میگه. در دنیا این چیزا رفت، از بین رفته ایستاده است. در بازارها کسی نمیگیرد، نرخش بزد پایان شده، ولی که نیست. در دنیا برق به نوعیت قیمت شده ایستاده است. استحصالش که قریب با در نظر داشت رشد انرژی سبز، نه هر یک عائله، نه هر یک دولت، حتی در مهمانخانه‌های انشاءات‌های بزرگ دنیا این خیلی قندیل‌ها استفاده نمی‌کنند. صاحبکارا تاجرای ما چی؟ اندیشه نکرده آورده فکر میکنم ما مبلغ درآمد میگیریم. نه، مردم دیگر این قندیلا رو نمیخرند. نرخ خواهیم نخواهیم سال به سال نرخ قوه برق بلند میشود. اگر بلند نگردد یک راه تامینات انا همین حاضر همین است. در دنیا از همه ارزانترین گویم که قوه برقی که با اهالی میفروشند این تاجیکستان است. این خیلی در دنیا نیست. این باعث افتخار هم است. لیکن از لحاظ شرکت برق تاجیک بانکرات شده است. نیروگاه راغون دیگر نیروگاه حسابی چی میست بنیاد میکنیم؟ حسابی چی؟ درآمد خود قوه برقی که ما میکنیم با معاش کارمندان سیستم برقی نمیرسد. با این دولتداری کرده میشه. نه، با مرور زمان خواهیم نخواهیم ما این نرخ قوه برق رو بلند خواهیم کرد. دیگر راه دیگر نیست.
ما تصمیم گرفتیم که سال 2025 агрегати сеюми нергоҳи барқи оби роғуро ба истифода диҳем. با این مقصد در سال 2023 از حساب بودجه دولتی بیش از 5 میلیارد سامانی روانه گردیده. حالا در این انشاءات مهم عصر 15,000 نفر متخصصان و کارگران و 3,500 تکنیک ساختمانی فعالیت دارند. $15,000 5,000 کارگر دیگر نمیرسد. میگویم جای کار نیست. من صحبت میکنم با کارگران میرن در آنجا مرحمت 5,000 جای کاری 20,000 باید کار کنند که ما نیروها را در وقت معین کرده ما به استفاده دهیم. خب با عملی سازی تدبیرهای ذکر شده سال 2032 سال بعد در کشور پوره از حساب منبع‌های برقرار شونده یعنی 100% با انرژی سبز تامین گردیده. حالا 98% است. در این زمینه از روی معیارهای بین المللی تا سال 2037 پرتاب گازهای گلخانه‌ای تا حد نهایی کاهش داده می شود. من مراجعت به جامعه جهانی مخصوصا سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی مراجعت کرده میرسانم. یعنی تاجیکستان همچون دولت پیشرفت جهان در سطح انکشاف اقتصادی سبز سال 2037 واقعاً به کشور سبز تبدیل می‌یابد. حالا کشور ما از روی فائز استحصال برق از منبع‌های برقرار شونده در جهان در جای ششم قرار دارد. اگر ما نیروهای برقی آبی راغونه هرچه زودتر به استفاده کنیم ما دیزینه بالا میشه. بسیاری دولت‌ها در کنفرانس‌های بین‌المللی من در کاپ 28 دیگر ما عهده‌دار شدن که تا سال 2050 30% کم میکنن 40% میکنن 50% کم میکنن اما 100% در سال 37 برای زحمت کشیدن ما در کار. حاضرین گرامی با مقصد رها نمودن کشور از بنبست کمونیکاسیونی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن آن حکومت مملکت از نخستین سالهای صاحب استقلالی با وجود وضع دشوار اقتصادی و مالیوی تمام ذخیره و امکانیت‌ها را سفر برد. در دوران صاحب استقلالی در کشور 58 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی در سمت ساختمان و تجدید راه‌های ماشینگرد و راه آهن بنیاد انفراستراکچور آنها و تحکیم بخشیدن اقتدار تکنیکی صاحب به مبلغ
26.6 میلیارد سامانی عملی گردیده. حالا کارها در این سمت با مرام ادامه دارند. در آینده نزدیک راه‌های تاجیکستان به صفت دالان ترانزیتی و اقتصادی چین، تاجیکستان، افغانستان و چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه، اروپا، اینچنین تاجیکستان، چین، پاکستان استفاده خواهند شد. حکومت مملکت تصمیم گرفته است که در آینده نزدیک برای تشکل دالان‌های اقتصادی یک قطار لایحه‌های افزایش‌ناک بنیاد و تجدید راه‌های ماشینگردی دارای اهمیت بین‌المللی و جمهوری را لایحه‌کشی و برای جلب سرمایه پیشنهاد نماید. راه‌های روشن تا دهه ورشز ناحیه شغنان 235 کیلومتر، از ورشز تا گذرگاه کلمک کرسو 300 کیلومتر، باختر، جلالالدین بلخی، قبادیان، شهریتوس، ایواج، سرحد جمهوری ازبکستان 170 کیلومتر، خوجند، کانیبادام 57 کیلومتر، خوجند، اشت 122 کیلومتر و بلجوان، سری خاصار 58 کیلومتر از جمله همین لایحه ها می باشد. امروزها در ساحه نقلیات 17 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ بیش از 13 میلیارد سامانی عملی شده ایستاده است. حالا لایحه‌های ساختمان و تجدید راه‌های ماشینگردی راغون، آبیگر، نورآباد با مبلغ 3 میلیارد سامانی و بنیاد پلی کلانترین در مملکت با درازی 920 متر با مبلغ 625 میلیون سامانی در وادی رشت عملی شده ایستاده‌اند. اینچنین تطبیق لایحه‌های بنیاد راه‌های بیکاباد دهمای باباجان غفورов خیستیورس و کانیبادام کشقق 52 کیلومتر 635 میلیون سامانی در ولایت شود، باختر، لیوکان، لالازار، دنغره 69 کیلومتر 672 میلیون سامانی، خلبوک، تیمورمالی، کانگورد 59 کیلومتر 740 میلیون سامانی در ولایت ختلان ادامه دارد. همزمان با این در ولایت مختار کوهستان بدخشان تجدید و برقرارسازی راه ماشینگرد قلعه خم ونج سرحد ناحیه روشان 93 کیلومتر با ساختمان دو نقل با درازی 5.2 کیلومتر با مبلغ 2.2 میلیارد سامانی، ساختمان دو پل با درازی 283 متر از بالای دریاهای غوند و شارف دره 4.5 کیلومتر راه و دالان‌های زیدی ترمه 550 متر با مبلغ 342 میلیون سامانی ادامه دارد. بنیاد راه‌های گلستان کولاب 35 کیلومتر 745 میلیون سامانی، دنغره گلستان 49 کیلومتر 1 میلیارد و 314 میلیون سامانی، گلستان فرخار 5 دوستی 137 کیلومتر، مرحله یکم 449 میلیون سامانی و مرحله های باقی مانده با مبلغ 1.1 میلیارد سامانی در دوره آغازشوی قرار دارند. قسم زیاد این لایحه نامبرکردگی سال آینده شروع می‌گردند. سال آینده راه‌های کلانتری که حال ساخته ایستاده ما راه آبیگر یعنی راغون نورآباد مبلغ خیلی کلان است، غیر پول علایده آنچه نامبر کردم تا آخر سال آینده ساخته به استفاده داده می شود
و راهی قلعه خم تا سرحدی ناحیه روشان 2 میلیارد و 200 میلیون 220 میلیون دلار ساخته تا آخر حساب به انجام میرسد. راهی باختر دنگره اینم ساخته به استفاده میدهیم و راه های دیگری نامبر کردم کارا شروع می. من این راه ها رو برای چی تا خورتنی نامبر کردم. همین قدر مشکلات پرابلم هایی که حالا هست ما اینا حتما در 3-4 سال آینده بنیاد کردم در کار با سطحی استانداردهای بین المللی رسانیدنمان در کار خواهیم که تاجیکستان رشد ترقیات داشته باشد، رشد سیاحی شود دیگر. انا همین کارا در ساحه کمیونیکاسیون باقی مانده است که ما اینا حتما هر چیز زودتر به انجام رسانیدنمان در کار است. البته در اینجا نظارت کنیم که همه از لحاظ در اساسی لایه‌های تهیه شده دست سطحی بلند با صفت ما برای خودمان میسازیم که 10 ساله راه ها خدمت کنند. در 7 سال اخیر از حساب همه منبع‌های مبلغ‌زاری 82 کیلومتر راه ها با مبلغ 2 میلیارد و 235 میلیون سومانی از نوسازی شدند. در شهر دوشنبه در 3 سال آینده در شهر دوشنبه باز 40 کیلومتر راههای ماشینگرد با 7 استکاده با ارزش عمومی زیاده از 3 میلیارد سومانی ساخته به استفاده داده می شود. تنها در سال 2023 در پایتخت مملکت 16 کیلومتر راههای ماشینگرد با ارزش 700 میلیون سومانی بنیاد و به استفاده داده شدند. برای چی در شهر دوشنبه بسیار میتون در 1 سال لیکن تمام کمیونیکاسیون پایتخت در زیر راه ها است که راه و میشود تجدید باید حتما کمیونیکاسیون را با اقتدار امروزه با زیادشوی اهالی و ساختمان‌هایی هست اونا مطابق کنندن در کار. برای همین از سرعت ساختمان گرچنده که پستر هم باشد لیکن من فکر میکنم که آن نقشه که حکومت شهر دوشنبه وای کرده است عملی سازد. خیلی خیلی کمیونیکاسیون شهر دوشنبه به شرایط زمان معاصر هم مطابق میگردد و هم بسیار مشکل ها از بین در ساحه نقلیات از بین میرود. قابل ذکر است که سالهای آخر ساختمان و به استفاده دادن راه‌های محلی وسعتی تازه گرفته. تنها در سال 2023 از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری خصوصا با سهم صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه با مبلغ زیاده از 300 میلیون سومانی قریب 1000 کیلومتر راه‌های محلی تجدید گردیده بنیاد و از نوسازی 41 پل به انجام رسیده است. ما تصمیم گرفتیم که با عملی سازی هدفهای معین کرده امان در 5-6 سال آینده همه راه‌های بین المللی و جمهوری مملکت را پوره با معیارهای سطح جهانی مطابق گردانیم. در اینجا برابران ولایت‌ها و شهر و ناحیه صاحبکاران عزیز و محترم رساندنی هستم. رحمتی کلان ما میندار مردم تاجستان میندار است. هر جایی که کاری خیر و ثوابی کردین مردم با آی شما رو میدین. لیکن من بسیار خواهش میکردم که سراسیمه و به صفت نسازیم. بجای 1 کیلومتر 500 متر کنیم. لیکن با استانداردهای جهانی باید برابر باشد. راه را با صفت سازیم. روشن نمایی کنیم. کوچه ها را وسیع سازیم. آینده دور اندیشه کرده مدد کن. اهالی زیاد شده ایستاده است. نقلیات هم زیاد میشن. بینیتون تمام از نه اینکه در شهر دوشنبه
дур-дасттарин шаҳрнояи мо раветон, дар маркази ноёр шаҳрҳо мушкилоти нақлиёт аст, тамбашавии нақлиёт аст. бо худо давлати мардуми Тоҷикистона аз ин да зиёда кунад, лекин мо ҳам дур андеша карда роҳҳомона дар маҳал, дар назар дорам деҳҳо, маҳалҳои дурдасти аҳолинишин, ҳамин чизро ба инобат гиред. 100 метр бунёд кунед, лекин босифат бошад, босифат ва васиъ. фреб кардем, кира фреб мекунем, худамона фреб мекунем. ҳамин кӯча қади пага баъди сари мои шумо ки мегузарад? фарзандони мои шумо, набирои мои шумо. яъне бунёди роҳҳои муосир дар ояндаи наздик ба мо имкон медиҳад, ки ба ҳадафи стратегиямон ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон ноил шуда, рушди устувори иқтисодӣ ва боз ҳам беҳтар гардидани шароити зиндагии халқаморо таъмин намоем. дар баробари сохта ба истифода додани роҳҳои мошингар, тартиби истифодабарии самаранок ва дар ҳолати хуб нигоҳ доштани роҳҳои бунёдгардида яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. вобаста ба ин ҷорӣ намудани механизми назоратӣ рақамии ҳаракати нақлиёти гаронвазн хеле муҳим аст. илова бар ин, барои пурра ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегии кишвар, бунёди марказҳои логистикӣ, тақсимоти яклух ва афзоиш додани шумораи нақлиёти боркаш, аз ҷумла воситаҳои нақлиёти яхдондор дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону сармоягузорон муҳим мебошад. вазорати нақлиёт ва кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ вазифа доранд, ки минбаъд низ ҷиҳати ҷалби сармоя ва самаранок амалӣ намудани лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар соҳаи инфраструктураи нақлиётӣ, аз ҷумла лоиҳаи шабакаи ягонаи назоратӣ, рақамии ченкунии вазни нақлиёти боркаш, тадбирҳои ҳатмӣ андешанд. мо баъзан проблемаҳоро медонам, дар роҳ истодану чен кардан, ба ҷои чен кардан ба дигар корҳо машғул аст. инҳоро аз байн мебарем. бар замин вазорати нақлиёт ва хадамоти гумрукро зарур аст, ки ҷиҳати васеъ намудани гузаргоҳҳои наздиксарҳадӣ, ташкили долонҳои сабз бо истифода аз технологияҳои рақамӣ ва мувофиқи стандартҳои муосири байналмилалӣ бунёд кардани терминалҳои наздиксарҳадӣ ҷоҷӯӣ намояд. вазорати нақлиёт ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифа доранд, ки ҷиҳати такмили стандартҳои экологиву иҷтимоӣ таҳияи лоиҳаи бунёду азнавсозӣ ва истифодаи роҳҳо бо мақсади мутобиқ намудани онҳо ба принсипҳои иқтисоди сабз, кабудизоркунии шафати роҳҳои мошингарди дорои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ тадбирҳои таъхирнопазир андешанд. илова бар ин, зарур аст, ки ҷиҳати риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, пешгирӣ кардани садамаҳои нақлиётӣ, ҳифзи ҳаёту саломатии шаҳрвандон, баландбардоштани маданияти ронандагӣ ва тоза нигоҳ доштани шафати роҳҳо тадбирҳои муассир андешида шаванд. ман дар ҳамин ҷо муроҷиат ба мардуми Тоҷикистон, махсусан ронандагони нақлиёти мусофирбар, мусофиркаш ва ба мусофирони муҳтарам шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат мекунам. шояд ин фикваи паёмам набуд, лекин он чизе ба чашм мерасад. наход ки мо мегӯем миллати тоҷик тамаддуну фарҳанги бои ғании ин қадар қадима дорад. мо мегӯем ки ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ин моли мост, ки беш аз 6000 сол таърих дорад.
و جشن نوروز خود این زیبایی پرستی است، این تازه‌کاری است، این مدنیت بلند انسانی است. لیکن ما با چی تبدیل می‌شیم وقتی که در نقلات سواره با هوا میپرتویم به طبیعت، به دو طرفی راه شیشه‌های پلاستیکی که آب می‌نوشید یا سلفان‌هایی که چیزی دارن دو طرفی شفاتی راه را بینید. این مدنیت ملت تاجیک است، خلق تاجیک است. در شهر نایا آیا همین است؟ چرا در حوله خانه در خودتان نمیپرتوید؟ برای چی؟ خانه شما؟ دولتی کیست؟ دولت از خانه شروع میشود، از عائله شروع میشود. دولت این اصلان خلق است. خلق و دولت یکی. وطن کیست؟ هر شهروند بگذارد چی بها میدهد؟ چی؟ بینتون چراجویی کنیتون از بین برید نباشد. هست روحاش. لایحه قانون تیار، من امضا نمیکنم. برای جریمه بینید سخت کردن. همین لازم است. یا او قدر زحمت زیاد را طلب نمی کند. هست همین که مدنیتی بعضا فردایی که تربیه درست نگرفتند، مدنیت این سطحی پستی معرفت را ایشان میکرد. ما میگیم تاجیکستان را آباد میکنیم با همین اقدام. علاوه بر این ضرور است که جهت رعایت قاعده‌های حرکت در راه آنچه که نوبر کردم ما میبینیم، ما چاره‌جویی میکنیم. لیکن من امروز از فرصت استفاده برده با مردم شهروندان جمهوری تاجیکستان، هم رانندگان هم شهروندانی که وای میشوند، مدنیت آداب و وای کنیتون زیان به آبروی و تمدن و فرهنگ ملت تاجیک نرسانید. حالا که بعضا سر لباس بیگانه پرستی کرده، سر لباس بیگانه را قبول کردین، همین صفات هم بس. لیکن آدابتون را رعایت کنید. جای نماز در کجا میپرتوید؟ طاعت و عبادت در کجا میکنند؟ در جای کجا؟ جای تازه. برای این مسجد میروند. ما اگر فردی مسلمان باشیم 99.9% ما این چیزی شریعتی هم هست. این بی‌ادبی است، بی‌مدنیتی است کسانی که به این کار دست میزنند. با در نظر داشت تغییریابی اقلیم و با مقصد بهتر کردن وضع اکولوژی کشور، اینچنین معین نمودن شرایط هرچی بهتر و مساعد زیست برای اهالی با حکومت مملکت، کمیته حفظ محیط زیست و تمام ساختار و مقامات دولتی سپارش داده می شود که برنامه مشخص دولتی آید به کمبودگذارکنی کشور را برای دوره تا سال 2040 قبول و عملی نمایند. نمایش تلویزیون قطعی می‌بینیم در دو کوچه‌ها نشان می‌دهند که راهبرای نایا دیگرها محیط زیست نیالشون نیستند. 100% نیالایشون در بسیار هر سال میشوند، هر سال خوش میشوند. چگونه میشوند؟ یگان متخصص نیست.
با تلویزیون نشان میدن، هر یک کمی ذره متخصص رو میبینن که خودی تکنولوژی شناندن این حال رعایت نشده ایستاده است. حتی تا فصل بهار باید نهال قاب میشد. همین لازم است. هر یک نهال را کمش 25 تومان میخرید. این مبلغ خیلی کلان. یعنی من این شورای برنامه کردگی تمام قلمروی مملکت برای کبودزیدار کردن، سرسبز و خورم کردن، از نقطه نظر علمی هر یک ناحیه را آموختنده کار. کدام نهال آورد میروید، کدام در کدام ازیاد، در کدام نهال، در کجا، چقدر میساد پرورش میکنیم، میشنانیم، ثبت میکنیم. یک اورالی، یک نشان دادن نمایشگاری نی. علما اساسا نهال در کجا میشنانیم؟ حتی در بالای رب برآورده و یک نهال میشود. یک خود نمایی از ظاهر پرستی، دیگر چیزی دیگر نیست. تامین نمودن زندگی آسوده و با سعادت نسل‌های آینده خلقمان ما را وادار می‌سازد که به این مسئله جدی مناسبت نماییم. یعنی چون زبان عادی پدر باباهای گذشته ما شما نیاز شناندن، ما میوهش حالا خورده ایستادیم، استفاده میبریم. همینطور نه. باغای ما اکنون نه بار آورده باستن، نه. ما هم شنانیم که پس از سر ما شما نسل‌های آینده، فرزندان ما، نبیرهای ما، ابیرهای ما از این باغا استفاده برن، بهره برن. چی میراث میگذاریم؟ چگونه دولت میراث میگذاریم؟ بعدی سری خود چی میمانه با آینده نسل آینده؟ یک ملک آباد، یک ملک پیشرفته. این وظیفه جانی ما شما. گرمشوی حرارت سیاره و عاقبت‌های منفی آن، کم‌آبی، خشکسالی پیاپی و دیگر آفت‌های طبیعی از جمله سردی بی‌سابقه زمستان گذشته، یعنی طور بد شدن حالت محیط زیست انسانیت، علاوه بر این که باعث طرف وزنی شدن تأمینات با مواد غذایی و آب با صفت نوشاکی در بسیار کشورها و منطقه‌های جهان گردیده ایستاده است، با پنجشوی بیماری‌های سرایتی و طرف استوار گردیدن مقاومت واسطه‌های دارویی موجوده بر ضد ویروس چنین بیماری‌ها مشاهدت کرده ایستاده است. بنابراین اهل بشر از جمله ما مجبور هستیم که برای اصلاح وضع ناگوار محیط زیست و پیشگیری کردن خرابشوی منبعد آن در نوبت اول با راه جدی کم کردن پرتاب گازهای گلخانه‌ای، نهال شنانی و کبودزیدارکنی و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب، یعنی به خاطر نجات طبیعت و انسانیت تدبیرهای بی تأخیر و مؤثر اندیش. بسیار خیلی روزها گرم آمد، دیگر آمد. لی این گرمشوی تنها با پیریک‌های تاجیکستان زیان نمیرساند. این برای آب و یک وی نیست. با سلامتی انسان امروز بی‌نهایت ضرر رسانیده ایستاده. بینیتون چقدر بیماری ها زیاد شده ایستاده است. هیچ بکنیتون بعدی کووید، بعدی گرمشوی ها. نه اینکه انسانیت، حیوانات و نباتات. ما در شهر دوشنبه مشاهده درخت‌های 40-50 ساله در وید تابستان گذشته در ماه اکتبر، نوامبر یک بار خشک شده. سبب چی است؟ عالما را دعوت کردیم ریشه بکن. چی است؟ برای چی؟ کسی گفته نمیتوان. لیکن متخصصان سطح جهانی اثبات کرده ایستادند که امروز گرمشوی اقلیم به نهایت ضرر منفی به سلامتی انسان آورده ایستاده است.
آن داروهایی که اختراع کردن و آن داروهایی که امروز وای میشونن علاقه با وای تاثیر داشت کم شده ایستاده است. تبابت کردن ما فکر نکنیم که ما در سریع آب هستیم، آب داریم دیگر وای میشون. نه برادر، ما آب را ثمراناک استفاده بردن ما فکری همسایه های نزدیک خود را میبخشید. تاجیک‌ها یک مقال خوبی تاجیکی دارن، میگوید که گشنه به شیر میزند. وقتی انسان به آب مان بیند که به هلاکت میرسد چیکار میکند؟ چی آب نارک داشته میسی؟ هموطنان عزیز، وابسته به تحولاتی در اقتصاد جهان معاصر با وجود آمده و کنده شدن زنجیره عنعنوی تحویل مال و محصولات، افزایش اهالی، اینچنین بر اثر تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های منفی آن، خشکسالی پیه و کم‌آبی از جمله در منطقه ما، طلبات به آب و محصولات کشاورزی تا رفت زیاد گردیده ایستاده است. در برابر این تغییریابی با صورت وضع بازار جهانی آذوقه‌واری و بالاروی منتظم نرخ محصولات غذایی ما را وادار می‌نماید که با بهسازی حالت ساحه کشاورزی، افزایش دادن استحصال محصولات آن، رشد مجموعه‌های اگروصنعتی و با همین راه تأمین نمودن امنیت آذوقه‌واری کشور توجه اولین درجه ظاهر نماید. در نتیجه تدبیرهای از جانب حکومت مملکت عملی گردیده و زحمت صافدلانه کشاورزان، سطح تأمین‌ناکی اهالی با محصولات اساسی غذایی افزایش یافته. سال 2023 استحصال غله‌دانگیات نظر به سال 1991 6 برابر، از جمله گندم 5.6 و شالی 6.7 برابر، کارتوشکا 10.8 برابر، سبزوات 9، پالزی 17.5، میوه‌جات 10 و انگور 2 برابر افزایش یافته است. در این دوره سرشمار چارهای کلان شاخدار 2 برابر، قریب به 3 میلیون است. چارهای معده 2 برابر، قریب به 7 میلیون و پرنده 1.9 برابر زیاد شده است. این چیزی که بخیر گرفته شده است. من باوری کامل دارم که قریب با 50% دیگر غیر است. واردات گوشت و از خارج کشور سال به سال کم گردیده، از 10,007 تانه در سال 2014 با 144 تانه در سال 2023 کاهش یافته است. واردات شیر نهایت کم بقای گرفته شده است. یعنی حالا طلبات اهالی مملکت با گوشت و شیر وطنی پورا از حساب استحصال خود تاجیکستان تامین شده ایستاده است. این یکی از محصولات اساسی غذایی به شمار می رود. خاطر رسان می نمایم که در زمان ساخت گذشته هر سال به جمله 160,000 تانه گوشت و 170,000 تانه کارتوشکا وارد می گردید. و در وقت مقایسه کردن فراموش باید نکرد که در 3-10 ساله گذشته اهالی تاجیکستان 5 میلیون به 10 میلیون رسید. یعنی طلبات به مواد غذایی 2 برابر زیاد شد. همین با 2 برابر اهالی تاجیکستان با پایانتر رقم میگویم که چند فایز ما خود را بگیم. یعنی در دنیا کار نمیشدگی نیست. سال 2023 تأمینات با محصولات اساسی آذوقه‌وار استحصال وطنی در کشور به 85% رسانیده شد که این نشان دهنده نسبت به سال 1991 2.5 برابر زیاد می باشد.
خب این رقم رو وای باشد. ما اساساً گندم 60% با گندم وای هستیم از وایسی زمین. یکی این کارم حل کردن ممکن راهش است. اگر در صورت همین میدان کشت غله‌دانه را ما حاصل ناکی را بلند کنیم، خودمون با گندمی 3 سال وطن پورا تامین کرده میتونیم. هم پخته را میگیریم، هم گندم میگیریم. این وابسته است از خود ما، عالمای ما، خود متخصصای ما که به دهقانا مصلحت داده تخمی‌های اعلی‌صفت وارد کرده میشود. کاری نوشتگی نیست. مثل کووید 19 اگر سرحدها را بسته شود چی؟ برآوردن مواد غذایی دیگر داروواری را منع کنند، چی کار میکنیم؟ ما مجبور هستیم، راه دیگر نداریم. خود را تامین کردن نماده کار امکانیت هست، جای چشمندی نیست. آب داریم، زمین داریم، عقل داریم، دست بازوی خوب داریم، دهقانای اصیل داریم. برای چی نه؟ بعضا محصولات را میگویم که با طلبات این 3 ماه چگونه باشد. این 3 سال کارتوشکا 122% طلبات، از این هم زیاد است. سبزوات 174%، پیاز 527، سبزی 360، پالزی 312، گوشت شیر 100% بر زیاد از معیار 3 ماهه تامین گردیده است. یعنی امروز کشور ما با این نمودهای محصولات آذوقه‌واری از حساب 3 سال داخلی پورا تامین میباشد. برای زحمت صاحبدلانه که از نشاندهنده ذکر شده و فراوانی بازار این 3 ماهه به خوبی معلوم است و همه کشاورزان مملکت منتداری صمیمی خود را بیان می نمایم. من به نزدیک در ولایت ختلان بودم، سفر داشتم. از یک خواجگی دهقانی دیدن کردم، 20 نفر کار و فعالیت داره. در یک خواجگی دهقانی اونا دیدن در کار با چشم سر قریب 100 تن لیمو پرورش کردگی آماده. 100 تن، هزارها تن محصولات لیمو دیگر. من در این اپنسین یا نیمه‌ای که در برای ما دیفیسیت در بازار کمچین بودن، نرخش بسیار گران بود زمانهای گذشته، حالا آماده است برای صادرات. یعنی دهقانان چگونه راه‌های زندگی راه‌های باید میگیرن. و بینتون حاضر چی میگم کلوبلیکا را قلفینای مایلش گرچنده این چیزی برای مردم وای نیست، این اساسا برای بای بچه ها هستن، آدم که امکانیت دارن، چون که 1 کیلوش در بازار میگن 120 تومان. رحمت پدرشون ده فروشن، کسی امکانیت دارن میخرد. اساسا کی مشهور؟ این 3 سال چی؟ دهقان. اینا پرورش کردن در کار، در فصل زمستان گرخانه میکند، عذاب میکشد، خراجات میکند. بله باشد. برای چی نه؟ برای چی از خارجا میاره؟ در 300 تومان؟ برای چی از خودی؟ و بینه صفاتش خوب بهتر. نه گپ درباره قلفینه نمیره، گپ درباره سبزوات دیگر هم بادره که پمیدار و کلافور بلگاری و دیگر ما سبزواتی که امروز 5 سال پیش این چی نبود که از خارج می اومد، 10 سال پیش عموما نبود در فصل زمستان. طبق هم معلومات سازمان بین المللی بحران آذوقه‌واری جهانی سالهای 2022-2023 یکی از شدیدترین بحران‌ها در تاریخ بشر بوده. در 82 کشور دنیا بیش از 1.7 میلیارد آدمان
با گرسنگی دچار شدند. این نمیشه روز. این شماره کم نیست. علاوه بر این سال 2023 در تاریخ مشاهده‌های آب و هواشناسی سال گرمترین انسانیت به شما بود. سال 2023. یعنی ما با همه دشواری ها با همه سختی ها آماده بوده نمانده کار. ما شما از این سختی ها سخت‌ترش گذراندیم. جنگ بدبختی تحمیلی شهروندی به خانه و در ماندیم، خانه های خود را آتش زدیم، فرزندامون را گم کردیم، خویش اقربا یار و دوستامون را گم کردیم. خب از سر گذرانیم. حتی قریب به گرسنگی آمده بودیم. چرا استعمال نکردیم؟ یعنی آن تاکیدهایی که من 10 ساله آخر گشته برگشته میکنم که هر یک عائله باید ذخیره مواد غذایی 2 ساله داشته باشد. این شوخی نیست. هرچی محصولاتی که میتوانیم با کدام راه و تکنولوژی که نباشد برای عائله خودت مخصوصا در فصل زمستان و تیرما داشته باشید. نه اینکه تیرما و زمستان همه ساله. ما کسی امروز پیشگویی کردن نمیتواند که غیر فلسطین و غیر اوکراین و دیگر فردا در کجا چنین آفتی چنین بدبختی سر بزنند. در کجا؟ سال گذشته ماه اکتبر برف و باران در تاجیکستان شروع شده بود. از ماه اکتبر تا امروز یک ماه زمستان پسی سر میشه. تیرما پسی سر شد. نسبت به سال گذشته 90% بارشات کم است. اگر همین خیلی ادامه یابد در جهان بسیار تغییرات های وی رفته ایستاده است که هیچ یگان سیاستمدار جهانی پیشگویی یگان دانشمند پیشگویی کرده نمیتواند. چه انتظار است ما را؟ پگاه دیگر. سالهای آخر دستگیری و امتیازهای برای رشد ساحه کشاورزی پیشنهاد گردیده نتیجه‌های مثبت داده ایستادند. در 7 سال آخر حجم عمومی استحصال محصولات کشاورزی 1.6 برابر زیاد گردیده است. تنها در اساس تطبیق امتیاز در ساحه پرنده پروری در این دوره شماره کارخانه‌های پرنده پروری 3.3 برابر و حجم عمومی استحصال محصولات ساحه 5 برابر افزایش یافته است. با مقصد ادامه دادن این روند حکومت مملکت با مسئله کارکرد محصولات کشاورزی، رشد صنعت خوراکبری و صادرات محصولات آن دقتی اولین درجه دهد. علاوه بر این در سمت تشکیل آزمایشگاه‌های جوابگو با طلبات بین المللی، حل مسئله اعتراف سرتیفیکات صفت در دایره سودای دو جانبه و بسیار جانبه با کشورهای شریک و تشکل دالان سبزی با تکنولوژی‌های رقمی مجهز تدبیرهای ضروری را راه اندازی نماید. هر حاضرین ارجمند، در سالهای 2018-2023 برای رشد ساحه سیاحی و هنرهای مردمی 4 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 330 میلیون تومان عملی گردیده. علاوه بر این با سوبیکت‌های ساحه از جانب نظام بانکی کشور زیاده از 300 میلیون تومان قرض امتیازات جدا کرده شده است. در این دوره 1450 انشاءات سیاحی بنیاد گردیده. سال 2023 شماره سیاحان به 1,200,000 نفر رسیده است. ولی تاکید می نمایم که امکانیت های برای رشد ساحه استفاده نشده هنوز خیلی زیاد است. با مقصد ثمرناک برآمدن کارها در سمت سیاحی
با نظارت قطعی آنها ضرور است که تحت راهبری معاون دخلدار سروزیر کشور با شامل نمودن یکی از معاونان رئیسان ولایت‌ها و شهر نایاها گروه کاری با صلاحیت دائمی تأسیس داده شود. یکی از معاونان سروزیر مخصوص صلاحیت دار نه، مخصوص معاون سروزیر و در همه ولایت شهر نایا یک نفر معاونان رئیس ولایت و رئیس شهر نایا با این کار مشغول میشن به واسطه با دائمی. عملی سازی برنامه و نقشه های بنیادی اینفراستراکچور سیاحی، یعنی وظیفه این گروه کاری دائمی بنیاد اینفراستراکچور سیاحی، رشد هنرهای مردمی، کاسبی از جمله قالین بافی، اطلس و ادرس بافی و زرگری، اینچنین کسب و هنر آموزی شهروندان مملکت، تشکیل و نظارت کارهای آبادانی و کبودیزارکنی، تازه و آزاده نگاه داشتن محلهای اهالینشین، محلهای اهالینشین هر یک خانه و دری اهالی مملکت، از خانه و در و زمین نزد اهالیگی، بعدا اهالینشین محل اهالینشین. هنر آموزی شهروندان مملکت، تشکیل و نظارت کارهای آبادانی و کبودیزارکنی، تازه و آزاده نگاه داشتن محلهای اهالینشین، حفظ طبیعت و استفاده ثمرناک زمینهای پرزیدنتی و نزد اهالیگی به ذمه این گروه کاری واگذار کرده میشه. هر یک عائله، هر یک خانه و در آمده میبینید چگونه از زمین نزد اهالیگیش استفاده میبرند، در کجا سرخانه و جای اجاقخانه دارد، در کجا خواب میکنند، شرایط زیستش، خانه و درش، تازگی آزادگی گرد اطراف خانه اقامتیش و کوچه و محل در یک. همچنین تشکیل فعالیت محل و رسته ها در یک جوان سپارش نکردیتان. همچنین تشکیل فعالیت محل و رسته ها و گوشه های هنرمندی در تمام قلمرو مملکت، از جمله در همه مغازه و بازارها برای ماندن فروش محصولات استحصال وطنی، خصوصا محصولات و مصنوعات هنرهای مردمی، مسائلی می باشند که باید زیر نظارت گروه کاری قرار داده شوند. در هر یک بازار و مغازه و رستم، در هر یک شهر نایه ها رسته هنرمندان را میکنید، میتید برعکس کمکشان میکنید. بعضا امارات های خالی داریم را برای ولایت شهر نایه ما همین سپارش داده بودم، قلعه موخ داخل قرار که دائمی تیر قلعه خوجند باشه تیتان خانه را دیگه به هنرمندان زرگری دیگر هم هنرمندیش میکنند، هم همانجا با فروش خانه دویمش میشود، هم سیاحان ما میداند که به کجا رود، هم به تماشا هم برای خریدی یگان نشانه یگان رمزی باید. فهماست؟ گروه کاری هست ما با حکومت مملکت آید به کارهای اجرا شده حسابات پیشنهاد بنماید. همزمان با این بانک ملی و دیگر تشکیلات‌های قرضی مملکت دادن قرض‌های خرد امتیازناک را برای رشد هنرمندی و کاسبی وسیع به راه ماند.
به دستگیری مولوی کاسبی و هنرمندی رشد نمی‌کند. قرضای و امتیازنامه دادن نکنند. قرضای کلان نمیگیرند. اون چی ریش نمیخرد، متا میخرد، بعضا مسئلاتی کمتر کارش که پیش رفت دیگر از محتاجی میبره. این کار را کردم مادر. ما شرایط چونی فضا مهیا کنیم که هر یک فرد جامعه ما خودش از سمریالیزاسیا کند. چی هنری دارد، چی کسب آن دانش و ملکه و وی دارد کند، بیکار نگردد، نه در کوچه، نه در بازار، نه در دیگر جا. هنر داشته باشه وی میکنه. اینا من برای آن پایانتر میستم. اینا برای آن گفته ایستادم که من شرایط شخصم، شرایط و زندگی ماجرای مهنتی تاجر را در خارج کشور نقض بدانم. برای ما شما عیب نیست. نه ای که مردها، زنهای تاجی، بانوان تاجی در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگنام داریم. من دیگر شدم مشکلات صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم. قابل ذکر است که طی سالهای آخر در برابر اندیشیدن تدبیرهای ضروری دایر به حل مسائل ساحه فرهنگ، جهت معرفی فرهنگ باستانی خلق تاجیک در عرصه بین المللی یک قطار اقدامات نظررس عملی گردیدند. سال 2023 15 یادگاری تاریخی و فرهنگی تاجیکان به فهرست فرهنگ مادی و غیر مادی یونسکو وارد کرده شد که باعث اعتبار بیشتر پیدا کردن فرهنگ باستانی ملت تاجیک در بین جامعه بشری گردید. با مقصد گسترش بخشیدن ترمیم و برقرارسازی و حفظ یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی این چنین رشد سیاحی در این سمت پیشنهاد می‌نمایم که در نزد حکومت مملکت ساختار علاوه اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی تأسیس داده شود. من میبینم بعضن یادگاری‌های تاریخی ما کردیم، بعضن جای مرکزی دیگرش دیها خانه کردن و آقل کردن، جای حیوان و دیگر رفتن و اینا را همشو برقرار کردن. ما نشان دهیم برای نسل‌های آینده، برای هیچ کنه، برای نسل‌های آینده نشان دهیم. خیلی زیاد است، خیلی. ساختار در وزارت فرهنگ است، لیکن حتی بی‌نظارتی هم است. ساختار نزد حکومت نمیشود، ما نظارت میکنیم از کار و بار و وایو، هم مبلغ جدا میکنیم، هم برقرار سازی کردن ما داریم، حفظ کردن ما داریم.
محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، رشد معاصر اقتصادیات و بلندبرداشتن رقابتناکی آن بدون رشد سرمایه انسانی غیر امکان می باشد. وابسته به این سطح رشد و ثمراناکی استفاده سرمایه انسانی برای دولت و حکومت اهمیت اولی درجه دارد. رشد سرمایه انسانی عامل کلیدی بلندبرداشتن سطح و صفت و ثمراناکی شاخه‌های اجتماعی مخصوصا معارف و تندرستی، علم و اینوواسیا، اینچنین فعالیت ثمراناکی مؤسسه‌های علمی میباشد. در نوبت خود رشد علم و معارف کلیدی پیشرفت همه ساحه‌ها و عامل مهمترین تامین نمودن آینده باثبات دولت و فردای با سعادت جامعه به حساب می رود. دستگیری تحقیقات علمی توسط بالا بردن معیار مبلغ‌زایی آن، تأسیس مرکزهای معاصر علمی، آزمایشگاه‌ها و برآمدن همکاری مؤسسه‌های علمی با استحصالات در دوره می‌بعد مهم ارزیابی می‌گردد. در رابطه با این با حکومت مملکت از جمله وزارت‌های معارف و علم، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، رشد اقتصاد و سودا، مالیه و اکادمی ملی علم‌ها سپارش داده می‌شود که جهت مبلغ‌زایی، تقویت و استفاده ثمراناک سرمایه انسانی تدبیرهای مؤثر را اندازی نماید. پرزیدنت اکادمی فنا ما چقدر مبلغی که باشد چی نشد، چقدر مبلغی باشد با سایه علم روانه میکنه، دریغ نمیداره. لیکن دانشمندان اختراعکار را تربیت کنید، مایلش ما نسبت به عالمان سخن یگان چیز اراده نداریم، لیکن برابر این باید اختراعکارا را تربیت کنیم. دانشمندان اصیل تربیت کرده مونده کن. اقلا یک نمود دارواری را استحصال کنیم در داخل کشور. دورده 50% استعمال داروهای استفاده داروباره در داخل کشور برامونه. 90% تمام داروباره از خارج کشور است. ما دیگرش نمیگیریم. گیاهای شفابخش نباشد دیگر گیاهای شفابخش ما را برآورده دیگر کشورها یکی داروباری برای انسان و میکنه استحصال میکنن با خودی ماده بفروشن. جدی ماشو باشه. علمی تاجیک گسترش انکشاف یافتنش نکنید. عالمای جوان را تربیت کنید. همه آزمان هایی که من تشکیل کردم هدف همین است. گلچین کنید، گیرید، تربیت کنید. تربیت مشغول شویم. آموزگار همه ما شما تربیت کنیم. فقط یک کاغذ نتیم، عقل تیم، دانش تیم، کسب تیم، هنر تیم. سال 2017 نظام معارف کشور 2.1 میلیون نفر را به تحصیل فرا گرفته باشد. پس در سال 2023 این نشان دهنده به 2.6 میلیون نفر رسیده است. طبق دورنما این شماره تا سال 2025 به 2.7 میلیون نفر میرسد. این روند ضرورت بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی نو و بلند برداشتن امکانیت‌های نظام معارف را تقاضا می‌کند. من تحلیل همین سالا را کردم. در سال 2023 130,000 نفر مکتب‌های میانه را ختم کردند. 261,000 نفر به صنف یکم رفتند. 200 مؤسسه نوی زمانوی تعلیم بنیاد کردیم
بالای 48,000 نفر خواننده. 73,000 کودک جای نشست ندارد. این هر سال زیاد شده این سال است. 73,000. یعنی ما در یک سال تقریبا بیش از 400 مؤسسه تعلیمی نو بنیاد کردن ما در کار است. من برای چی در همه سخنرانی‌ها دستای این با پدر مادران صاحبکاران و همه جا اهل جامعه مراجعت میکنم که ما پیش از ما فکر انسان کنیم، فکر فرزند نکنیم، فکر سر لباس، شکم سیر، شرایط خواندن، تعلیم که بی سواد نماند، بی کس نماند، بی هنر نماند، فکر اینا کنیم، فکر مال و حال و گاو و اسب و ویمانه نکنیم، گوسفندانه. این میشود. اولا ما پیش از همه فکر انسان کنیم، شرایط درجه عالی مهیا کنیم. همه ما از من سر کرده اعضای حکومت، وکیلان مردمی در حوزه انتخاباتی میروید، اول با مکتب روید. یک مکتب مرکزانه دوردستترین دیههای محلی اهالی نشین مکتب را بینید. شرایط درجه عالی به یاد بیارید. خودتان هر روز روبرو میشوید. ببینید با 160-80 دولت دنیا ما همکاری داریم، هم همکاری های دیپلماتی هم اقتصادی دیگر. دیده ایستادیتون خودتان روبرو میزنید. شما بیشتر حس میکنید بیش از مردمی که در سطح پایانی کار و فعالیت میکنید. ما باید پیش از همه غمخوار باشیم. ما باید در فکر آن باشیم. وقتی ملت به سواد میماند این بدبختی دولت نمیآورد. ما سالهای 90 گذراندیم ایچ. سالهای 90 یکی از سبب اساسیش همین بود. کجا میرفت کودک؟ جای رفت نداشت. نه جای ورزش داشت، نه یک جای دیگری وای داشت. چه میرفت دیگر؟ پیش کی میرفت؟ با همه ما شما معلوم. نه راه بود. 6 ماه در کدام شرایط زندگی میکرد کسی پروا نداشت. چی میخورد؟ زنده است؟ چی کار دارد؟ کسی. قابل ذکر است که تاجیکستان طبق تحلیل های یونسکو و بانک جهانی به گروه کشورهای داخل شده است که حجم مبلغ‌زایی آنها به ساحه معارف از حساب بودجه دولت زیاد می باشد. در این رده‌بندی مملکت ما از 183 کشور تحت آموزش قرار داشته جای 21 را اشغال می نماید. خاطر نشان می نمایم که اوضاع زود تغییر یابنده جهانی امروزه نظام معارف منظم، مستحکم و در عین زمان جوابگو به طلبات روزافزون جامعه را تقاضا می نماید. در چنین شرایط آماده کردن کادرهای بلند اختصاص آموزگاری، باز هم بلند برداشتن صفت تعلیم، اعتبار جدی دادن با آموزش زبانهای خارجی در تمام زمینه‌های تحصیلات، علم‌های دقیق، ریاضی و طبیعی وظیفه مهمترین راهبران و مسئولان ساحه و اهل معارف میباشد. دوستان عزیز، عجایب و دیسپراتپوسی وی است. قریب 300,000 در دانشگاه و دانشکده عالی مملکت تحصیل دارند. جوانان ما دانشجو. ما در وقتی وقتی ختم میکنم با کار دعوت کردن در وزارت اداره اکثریت ولی اتستات گذرانی 80% زبان خارجی را یگان زبان خارجی را نمیدونن. دیروز تمام کرده است. رابطه های اقتصادی خارجی ما با 160 دولت دنیا ما رفت و آمد داریم، گفتگو داریم، داد و گریفت داریم، بحث و مناظره داریم، غیری رابطه های دیپلماتی. برای اینا چی در کار؟ متخصص چی کنه؟ متخصصی که زبان های خارجی رو بداند.
گفتگو کرده میتواند، معاشرت کرده میتواند، تاجیکستان معرفی کرده میتواند. در کدام دانشگاه‌های عالی ما چه حقوقشناس زبان خارجی را داند این گنده است؟ برعکس اینقدر حقوقشناس عالی ما ختم میکنند در جمهوری حسابش گون. لیکن ما حقوقشناسان سطح بین المللی جاگو بینید انگشتمار است. یا اینکه اقتصاد چی؟ یا حقوق و دیگر کارمند متخصص سوای بانکی و دیگر سوال چی؟ مگر دانستن دانشجو چقدر وقتی وای دارد دانستن زبان خارجی برای او مشکلی میکند؟ نه. برای چی برای آن میمونه؟ برای چی؟ صرف نظر از اختصاصی که وای انتخاب کرده است. آموزگار اگر زبان خارجی را داند بچه ها همه میخونند. آینده همیده میروید. آینده حتما میروید که پارلمنت دپوتات انتخاب میشود که دو زبان خارجی را مثل زبان مادریش میداند. یا اعضای حکومت آن را انتخاب میکنند که اقلا دو زبان خارجی را میداند. این ساعت میرسیم. برای همینم تمام زینه‌های تحصیلات و آموزش زبان‌های خارجی را از باغچه بچگان سر کنید. از باغچه بچگان سر کنید. بعضا کشورهای پیشرفته حالا در فکر زینه‌های تحصیلات هستند. ما از 6 میگوییم. خب تا باغچه 6 سالگی. کشورهای دیگر از سن 3 رفته ایسان 3-4 سالگی. زینه اول مؤسسه تا مکتبی 3-4 سالگی و 12 ساله بسیار دولت‌های متمدن وای رفتن قبول کردن. ما ماندیم دیگه کشورهای بعضن اونا علاقه این فکر را وای کرده ساله برای درس با صورت کیهانی پیش رفتن اینتלקت سونی دیده ساله بدونی. حالا فرزندان ما نبیره ها کودکان ما پیش مانداد تلفن ها میگیرن بازی میکنن خرسند میشوید. با پلانشت ها میگیرن بازی میکنن و میکنن نخوانده است درس درک و میکنن میآورد همون جای بازی خودش میآورد و کارش کردن میگیرن. ما بسیار خرسند میشویم. یعنی ذوقی کودکان چقدر زیاد. برای چی مؤسسه تا مکتبی ده ما جلب کردن کودکان را بیشتر وای نکنیم از زینه‌های 3 سال پایانی که با مکتب آماده شود. در این روند وزارت‌های مالی و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی جهت تحکیم زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، همکاری فعال با کارخانه‌های استحصالی و آماده کردن کادرهای بلند اختصاصی تکنیکی و مهندسی چاره‌جویی نمایند. وزارت مالی و علم، کمیسیون عالی اتستاسیونی، اگنتی نظارت در ساحه مالی و علم، اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی‌های ساحوی همچنین وظیفه‌دار کرده میشوند که برای به سطح صفتا نو برداشتن فعالیت مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی تدبیرهای ضروری اندیشه. ما حتی با وزیر کارهای داخلی سپارش دادم اینقدر سیاح‌ها خارج به آماده ایستادن وارد شده ایستادن کارمندان ملی سیما در باغ‌ها در شهر نایا کار میکنند روبرو میشد صدمه شده ایستاده است یک حادثه کسل میشود بیمار میشود. اگر کارمند میلیسیا زبان خارجی را ندارد کدام زبان قطعی مهاجرت میکنند مراجعه و صحبت میکنند معاشرت میکنند. ترجمان در همه جا نیست کو عادی ترین و دانستنش در کار یا نه خیلی نداند. بله نداند چکار میکنم بعد من انیکدوت کرده با پرتوفتان میگیرن سوسیالیست‌ها دیگر مذاق کرده و میگن یعنی ما دیده دانسته امروز شرایط هست
ایده کرده مونده کن، رفته مونده کن. در این زمینه باید رشد اقتدار علمی مؤسسه‌ای ذکر شده در دایره لایه‌های دولتی و بین المللی انجام دادن تحقیقات ارزشمند علمی و در رده‌بندی جهانی و منطقوی موقع شایسته اشغال نمودن مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور تامین کرده شد. وزارت‌های معارف و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، اکادمیای ملی علم‌ها، دیگر وزارت و اداره‌ای که در ساختارشان مؤسسه‌های تعلیمی فعالیت می‌کنند، عهده‌دارند که توسط راه‌اندازی برنامه‌های تعلیمی معاصر آماده کردن کادرهای لیاقتمند و بلند اختصاص را تامین نمایند. وزارت معارف و علم همچنین وظیفه‌دار کرده می شود که در همکاری با دیگر وزارت اداره‌ها با مقصد تطبیق لایحه سرمایه‌گذاری دولتی محیط تعلیم اساس تحصیلات باصفت، چارچوبه ملی رشد تحصیلات در جمهوری تاجیکستان را تهیه نماید. ضرور است که در روند عملی سازی لایحه محیط مساعد برای دسترسی به تحصیلات، تعلیم و تربیت ثمره بخش، تالیف کتاب‌های درسی نسل نو، بلند برداشتن صفت تحصیلات، تحلیل و ارزیابی روند تعلیم و تربیت و بهتر کردن انفراستراکچور مؤسسه‌های تعلیمی تامین کرده شد. در این روند باید به مسائل از تکمیل اختصاص و بازآموزی گذرانیدن آموزگاران، رشد تحصیلات علاوگی، تقویت مقام آموزگار در جامعه، جلب بیشتر خوانندگان و آموزگاران با استفاده تکنولوژی‌های اطلاعاتی رقمی کنانی ساحه معارف، آماده کردن آموزگاران و تجدید نظر کردن استانداردهای کسبی برای آموزگاران، ناظران و تکمیل مناسبت با صلاحیت و تعلیم اعتبار اولین درجه ظاهر گردد. حاضرین گرامی، در کشور شماره اهالی قابل مهنت منتظم رو به افزایش بوده. در 5 سال اخیر 8.4% زیاد گردیده است. اینچنین سرعت افزایش اهالی نسبت به سرعت افزایش قوه کاری 2.5 برابر زیاد می باشد. بنابراین جهت قانع گردانیدن طلبات اهالی به شغل ضرور است که طبق سپارش‌های قبلی در ساحه اقتصاد کشور هر سال زیاده از 100,000 جایهای کاری نو تأسیس داده شوند. در این جاده من منتداری حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت شهر دوشنبه میرسانم که در خود همین سال با روی 40,000 متخصصان و کارگران جای کاری، از این 5,000 جای کاری برای زنان و بانوان مهیا کردند. در رابطه با این تاکید می نمایم که تشکیل جایهای کاری نو با مزد مهنت مناسب در داخل کشور و آموزاندن کسب‌های کارگری به شهروندان یکی از وظیفه‌های افضلیت‌ناک حکومت مملکت محسوب می‌یابد. در پایتخت کشور در ساختمان‌ها قوه قابل مهنت ساختمانچی‌ها نمی‌رسد. اندیشیدن تدبیرهای مشخص دایر با آموزاندن کسب‌های کارگری، سراسر صاحب کسب گردانیدن اهالی مملکت و هرچی بیشتر در داخل کشور با جای کار دائمی تأمین نمودن شهروندان نیز وظیفه اولین درجه حکومت مملکت می باشد. دوستان عزیز، صدها هزار نفر شهروندان ما شهروندان خارجی را قبول کرده ایستادند در یک سال.
متخصصان بهترین شهروند عادی شهروندی نمیدین. ما چقدر اندیشه کردنمون نکن. آینده را فکر کنیم. هم جهت‌های مثبت است، هم جهت‌های منفی. این یگان مخفی نیست. وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، معارف و این کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، رهبران مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و تمام ساختار و مقامات دولتی در این سمت مسئولیت بی‌واسطه دارند. رئیسای رهبرای ولایت شهر نایاب پیش از همه انا همین مسئله جا میده. چند جای کاری اخباراتی بر دروغ سنجیده میشن و جزای سخت میده. هموطنان عزیز، ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی سمت افضلانه سیاست دولت تاجیکستان به حساب رفته از جانب حکومت مملکت جهت تامین نمودن سالمی اهالی و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی‌های طبی همه چاره‌های ضروری عملی شده ایستادند. مبلغ‌زایی ساحه منتظم زیاد شده. وضع تامین مؤسسه‌های طبی کشور با تجهیزات حاضر زمان و نیروی کادری سال به سال بهتر می‌گردد. پر از بین نرفته است. در سال 2023 برای ساحه تندرستی 3.3 میلیارد سومانی جدا کرده شده است که در مقایسه با سال 2017 2.3 برابر زیاد بوده. 8.8% بودجه دولتی را تشکیل می‌دهد. حالا در ساحه تطبیق 15 استراتژی و برنامه ملی با مرام ادامه دارد. تنها در دوام سالهای 2022 و 2023 132 مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری ساخته به استفاده داده شد. ما چند روز پیش بینای نوی وزارت تندرستی را و حفظ اجتماعی اهالی را به استفاده دادیم. اگر کدام تواند میسر شده باشد وزارت سابق خود کونه وزارت می دیدین در کدام شرایط کار کردن پای اینقدر 100 سال قریب. تمام این یادداشت در هر گوشه شهر دوشنبه انشاءات و عمارت‌هایی هست که عموماً با کارمندی ساحتی سازگار نیست. البته ما دراست طولانی شد با در نظر سبب‌های ابجکتیوی سوبژکتیوی، لیکن حالا شرایط درجه عالی برای تمام کارمندان که در یک مؤسسه وای میکنن نشد برای 1000 نفر تمام شرایط و هم نظارت هم سیستم نظارت اتوماتیکی وای است. من باوری کامل دارم بعد این خدمت کار و فعالیتی از رهبریت وزارت سر کرده تا کارمندان سطح پایان کلاً تغییر می آمد. با مقصد باز هم بلند برداشتن صفت و صبرانکی خدمت‌رسان‌های کمک اولیه طبی سانیتری و تحکیم اقتدار ملی برای واکنش به حالت‌های فوق‌العاده در ساحه تندرستی لایحه ملت سالم که مبلغ عمومی آن بیش از 630 میلیون سومانی میباشد عملی شده ایستاده است. علاوه بر این در 5 سال آینده ساختمان و تعمیر بیش از 350 مؤسسه تندرستی با مبلغ زیاده از 500 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است. از جانب حکومت مملکت در سال 2023 قبول گردیدن استراتژی رشد حفظ اجتماعی اهالی برای دوره تا سال 2040 و برنامه مجموعی دولتی تیار نمودن کادرهای نظام حفظ اجتماعی اهالی برای دوره تا سال 2030 به حل مشکلات و مسائل جای داشته مساعدت می نماید.
در زمان صاحب استقلالی شماره اهالی مملکت 2 برابر زیاد شده، از 5.3 میلیون نفر در سال 1991 تا به 10.2 میلیون نفر در سال 2023 رسید. خب با سب عامل های تاثیر برای چی؟ کدام عامل ها؟ تحلیلان نشان میدهد که افزایش طبیعی اهالی از حساب زیاد شدن تولد و پس گردیدن فقر در زمان صاحب استقلالی هر سال به حساب میانه 2.1% را تشکیل میدهد. از جمله در این دوره شماره فقر به حساب 1000 نفر اهالی از 6 نفر در سال 1991 تا 3 نفر در سال 2023 پس گردیده است. یعنی در این دوره فقر 2 برابر کاهش یافته است. از جانب دیگر در این دوره دراز عمری میانه اهالی از 70 سال به 76 از 3 سال رسیده است. یعنی عمر میانه اهالی مملکت در زمان صاحب استقلالی بیش از 6 سال افزایش پیدا کرده است. نشان دهنده این مذکور دلیل روشن و واضح بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی مردم کشور می باشد. اگر باز هم شما صادقانه زحمت کشین پای 10 سال دیگر داد شاید 80-85. من دائما تاکید میکنم طبیعت تاجیکستان طبیعت بیشتاسا است. مردمش باید نه کم از 100 سال زندگی کنند. شنیدم با معلومات شما و مردم تاجیکستان ما قریب که در تاجیکستان زوادهای شیمیایی نداریم. یک زواد نیروهای آزادی وقت بود زمان 32 سال خوب نه کم و بیش به کار انداختن دیگر نیست. میوه سبزوات شهربار از لحاظ اکولوژی تازه از همه مهمش برای سلامتی انسان این وابسته است با آبی باصفت که آشامیدنی که تاجیکستان از این لحاظ در جهان یکی از جاهای اول را اشغال می‌کند. برای چی اینقدر 76 برای چی 96 نی برای چی 100 نی برای چی 86 نی؟ انا همون مشکلی هایی که من بالا ایستاده گذاشتم اگر ما همون مشکلی های اجتماعی را آهسته آهسته برطرف کنیم همین ده میرسیم. حتما وقتی روزگاری هر یک عائله هر یک فرد جامعه خوبتر می شود سطح و صفتی زندگیش بهتر می شود غم و فکر و اندوهش کم می شود بشاید عمرش دراز. با وجود پیشروی های نظررس سالهای آخر هنوز بعضی جنبه های کلیدی ساحه از جمله بلند برداشتن صفت تربیت کادرها از بین بردن مشکلات نارسایی متخصصان و عامل های کروپسیونی از جمله مسائل های حل طلب ساحه می باشد. تکرارم شما من دیروز در وقتی وزارت با هیئت راهبری کننده وزارت و راهبران خدمات ریاست های آن صحبت داشت از کمبودیاشون راست بینید سخت و تاکید کردم خودشان هم بدانند روند تربیت کادرها حالی هم بهبودی را طلب میکنه پس است. عموما شخصی تصادفی
дар соҳаи тандурустӣ кору фаъолият кардан ҳуқуқи маънавӣ надорад. умуман як хатогие ки корманди соҳаи тиб тандурустӣ мекунад ва ҳаёту мамоти инсон дар дасташ аст, ин бисёр ба вай ҳодисаи нохуш оварда мерасонад. ин хел фактҳо ҳаст. махсусан мутахассисоне ки дар соҳаи мутахассисоне ки коллеҷҳои тиббӣ тайёр мекунанд, сифаташон паст аст, ба талаботи замона ҷавобгӯ нест. фақат як ҳоли коллеҷҳош зиёд додем, манбаи даромад ҷамъ кардан аст, дигар чизи дигар надоранд, фикршон фақат ҳамин аст. инро ба тартиб ба низом дароварданда кор, мутахассис тайёр кунанд, як бори дигар аттестатсия доронед, аттестатсия кунедон. баъзаи моддии техникӣ надорад, гиретон литсензия. табиб тайёр кунед, мутахассис тайёр кунед, хизмат кунад ба халқи Тоҷикистон. табиб одоб доштанаш накун. одоб. табиб бо забонаш табобат мекунад, бо сӯзандору не. муомилаи хуб, муошират. барқарорсозии қобилияти меҳнатии шахсони маъюб ва таъминоти онҳо бо воситаҳои техникии тавонбахшӣ, тақвият бахшидани фаъолияти байнисоҳавии вазорату идораҳо дар самти ҳалли масъалаҳои ҳифзи иҷтимоӣ бо дар назардошти беҳтар намудани иқтидори заминавию захиравии мақомоти маҳаллии ҳифзи иҷтимоӣ, бозбинӣ намудани сохтори соҳа, ҳамчунин андешидани чораҳои мушаххасро тақозо дорад. дар баробари ҷиҳати идома додани ғамхории давлат ва ҳукумати мамлакат ба мардуми кишвар, боз ҳам баландбардоштани сатҳи некуҳолии сокинон ва тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ супориш медиҳам. аз 1 июли соли 2024 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иловапулӣ ба онҳо дар ҳаҷми 30% аз андозаи муқарраршудаашон индексатсия, яъне зиёд карда шавад. аз 1 июли соли 2024 маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, дигар ташкилотҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва буҷетӣ, инчунин стипендияҳо 40% зиёд карда шавад. инчунин аз 1 январи соли 2024 музди меҳнати амалкунандаи хизматчони ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар кормандони ин мақомот 40% зиёд карда шавад.
ҳамзамон бо ин аз 1 июли соли 2024 ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар ба андозаи 800 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шавад. ба ҳукумати мамлакат аз ҷумла вазорати молия ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода мешавад ки ҷиҳати амалӣ намудани иқдоми зикршуда тадбирҳои зарурӣ андешад. خب وکیلان محترم، حاضرین گرامی، همه ما یک مقصد داریم، سیاستی رهبری دولت، حکومت مملکت. این چی است؟ باز هم بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی مملکت. همینطور نه؟ حالا بالاتر ایستادیم برای چی 76 برای چی 90 نه؟ اگر در صورتی که من باوری کامل دارم اگر در صورتی که همه عظمت سر کرده تمامی اعضای حکومت وکیلان مردمی تمامی خدمتچیان دولتی صادقانه کار و فعالیت و خدمت کنیم با مردم تاجیکستان یگان دارو دوا در کار سوزن دارو در کار نیست برای مردم برای سطح رفتن اگر توانیم هر سال 40% معاش و نفقه و سبسیدی را بالان کنیم بین 10 سال 100 ساله می شود. سلامت بشه. بله باشد. چون اینم کار کردن ما در کار. همینطور ده. اعضای حکومت، رئیسای ولایت شهر بعد این چیز نزد مردم روید مردم چگونه با شما مناسبت میکنه. از این شرفی بزرگ هست برای رهبر. ها؟ هست یگان چیز سلامت باشید. هموطنان عزیز، ما در دوران صاحب استقلالی مقام زنان را در جامعه مرحله به مرحله بلند برداشته برای آنها شرایط مناسبی فعالیت را فراهم آوردیم. امروز زنان و بانوان تاجیک به خاطر رشد همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت از جمله در صف قوه‌های مسلح و مقامات حفظ حقوق صادقانه خدمت کرده ایستادند. حالا در مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی میانه و عالی کسبی از جمله در خارج کشور هزارها نفر دختران با استعداد ما و تحصیل فرا گرفته شدند. از 41232 نفر دانشجویان تاجیکی در دولت‌های خارجی تحصیل می‌کنند بیش از 11,000 نفرشان دختران می باشند. 11,000 تنها در 10 سال اخیر 11,000 نفر دختران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را با کوتای پرزیدنتی ختم کردند. از 3,300 نفر جوانانی که سال جاری تنها توسط مرکزی برنامه‌های بین‌المللی نزد وزارت معارف و علم به خارج کشور برای تحصیل رفتند 30%شان دختران می باشند. عموما شما مقایسه کنید عموما در زمان صاحب استقلالی بیش از 256,000 نفر دختران مؤسسه‌های تحصیلات عالی را ختم کردند، یعنی صاحب معلومات عالی گردیدند.
طبق معلومات آماری سال 1989 همگی در جمعه 66,000 زنهای معلومات عالی‌دار بود. اهالی منمی حاضر 256,000. امروز بانوان ما در برابر فعالیت در نظام خدمت دولتی کارخانه‌های استحصالی خدمت رسانی تأسیس داده همچون صاحبکاران موفق صاحب احترام و آبرو گردیدند. در ظرف سالهای صاحب استقلالی شماره زیاد زنان و بانوان لیاقتمند و بلند اختصاص به خدمت دولتی و اداره کنی دولتی جلب کرده شدند و این روند بی بد نیز ادامه داده می شود. نقش زنان و بانوان در پایداری صلح و ثبات، حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی، در نهاد فرزندان تربیت نمودن حس وطن دوستی، افتخار ملی، انسان دوستی و مسئولیت شناسی، اینچنین پیشگیری کردن عامل‌های نامطلوب اجتماعی مؤثر است. دوستان عزیز، جوان مردان، مردهای محترم، ما و شما نه فقط تنها یک روزی 8 مارس روزی مادران رو آوردیم با زنان و مادران و دختران خود. ما همیشه و دائما نسبت به مادر خود، نسبت به دختر و خواهر خود، نسبت به زنان غمخوار و مهربان باشیم. هموطنان عزیز، حاضرین گرامی، هر یکی ما شما را مادر به دنیا هست کرده است. حتی حضرت محمد هم، پیغمبر رسول اکرم هم مادر به دنیا هست کرد. دیگر معجزه هست در دنیا که انسان آفرد. دیگر معجزه یا هست که غیر مادر زن انسان آفرد به دنیا و چی قدر اذیت میکشد. والا بعضا میبرارن هر چی خرافات پرستا توف کردن در کن. اول میگیم خدا بندش آفریده است، لیکن ما شما را اول خدا باشد بعد کی آفریده است؟ مادر، پدر. چگونه غمخواری نکنیم؟ گفتم با میگویم، تکرار به تکرار میگویم، تا وقتی که جان دارین نفس همینجا غمخواری کنید، مهربان شوید. کسی که ناحرمتی میکند، کسی که بی‌حرمتی میکند، دای نیک پدر و مادر را نمیگیرد، عمری با برکت نمیبیند.
مادر نسبت به فرزند دائما مهربان است. قاتل است، راهزن است، چی حادثه ای نکند، مادر مهربان است. سخنی که از مادر میشنوی، مهربانی که از مادر میشنوی، یگان شخص دیگر گفته نمیتونم، از یگان کس نمیشنوی. خدمت کنید و ببینید وقتی من سفر میکنم به هر یک گوشه کنار مملکت من اعتبار میتونم، باز میبرارن مادرها کلان سوال هستن، نانیگر میکنن، کوچه میکنن و میکنن، با چهره آنها نگاه میکنن مثل که مادری خودم باشم. شنیدم بعضن هستن افرادی که یا صاحبی منصب یا صاحبی مال و دیگر صاحبی بیسیز دیگر فراموش میکنند که پدر و مادر او کی بود و خود او در کدام محیط به دنیا آمده است و تربیه یافته است. کی تربیه کرد؟ وقتی که دستی مادرها را نگاه میکنی، آژانگ نگاه میکنی و چهره به اون یک مشکلی، سر و لباس نگاه میکنی، چهره نگاه میکنی، با تمام وزمینی نگاه نکردن. مهربان است، زبان شیرین دارد، رای نیک میکند. نگوییم که مادر نداریم. همین مادری تاجیک برای همه شما مادر است. همه مادر است. کجایی که رویم مادروار شما را مهربانی میکنه. مادروار نمیگوید این فرزندی کی است، این کی است، مثل پسر خودش فرزند خودش مهربانی میکنه. چگونه ما خدمت آنها را نکنیم؟ نکنیم، عاجز میشویم و دیگر تاجیکا میگن همون دوست داره تا وقتی هست. شنید اولین کلمه ای که انسان به دنیا می آید شنیدان، اولین کلمه ای که انسان به دنیا هست می شود می آید، کودک از یک گوشتی خواب وای می شود یاد بگیرد چی است؟ کدام کلمه؟ مادر. حیات همین است، زندگی همی است. صد در روی آخران نفسی واپسیندن مادر گفته میگذاری. یعنی ما شما مخصوصا جوانان غمخوار باشید. میگذرند بعدن افسوس میخوری که دیگر برگرداندن نمیتوانی. میشود لحظه هایی که چرا این کار نکردم نسبت به مادر و پدر خود. نیستن دیگر، گذشتن، برگرداندن نمیتوانیم. یعنی با همین لحظه هایی که من گفتنی هستم، ما تاجیکان که ملت فرهنگی هستیم، ما باید تحملگرا، انسان دوست باشیم، عزت احترام یکدیگر را دانیم، مخصوصا شخصان کلانسال را. هر کجایی که هستیم، هر کجایی که باشیم، فکر کنیتان بعدی چند قدره خدا کند که ما شما را به همون کمالات همونا برساند. انا بعد میرسد بعضن ها دیر میشه. این مصلحت دوستانه و برادرانه من به شما به هر یک فردی
نسل جوانی من شهروند جمهوری کنم. ببخشید که کمتر از موضوع برآمدم، شاید این در همین شرایط زمان لازم است. باور دارم که زنان و مادران و بانوان و دختران ارجمند ما من بعد نیز در رعایت مقررات قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، با حیات مستقلانه آماده نمودن فرزندان، رشد هنرهای مردمی و بهتر گردیدن زندگی هر یک عائله مملکت نقش ارزشمند خود را می‌گذارند. غمخواری نسبت به جوانان، حل مشکلات آنها و استفاده درست این ذخیره استراتژی ملی برای پیشرفت و آبادی وطن و تأمین امنیت و ثبات جامعه یکی از افضلیت‌های اساسی حکومت مملکت به شمار می‌رود، زیرا شماره بیشتری اهالی تاجیکستان را جوانان تشکیل می‌دهند. در زمان صاحب استقلالی 140,000 گکتار زمین از جمله 52,000 گکتار از حساب زمین‌های آبی با زیاده از 1,420,000 عائله کشور برای ساختمان منزل استقامتی تقسیم کرده شد که قسمی اساسی آن با عائله‌های جوان راست می‌آید. در 70 سال زمان گذشته، در 70 سال با 530,000 عائله همگی 77,000 گکتار زمین داده شده بود. خلاص نخطب خودتون مقایسه کنید. ما 140,000 گکتار همگی از سال 2000 میشم کنید در 23 سال تا سال 2000 هم با کشمکش‌های داخلی سرگرداند. اکثرت عائله خانه را کی میکنن بنیاد میکنن؟ جوانان، عائله جوان. این خوب است. یعنی دو تاجیکستان زیادتر حالا پروسس بنیاد شده رفته ایستاده است. یعنی در مجموع بیش از 8,800,000 نفر ساکنان مملکت شرایط استقامتی خود را بهتر کردند که اکثر آنها را عائله‌های جوان تشکیل میدهند. اینچنین در این دوره 11,000 انشاءات نوی ورزش بنیاد گردید که آن هم اساساً برای نورسان و جوانان میباشد. در طول این سالها 1,048,000 نفر جوانان در داخل و خارج کشور با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی قبول گردیدند. این شماره خیلی زیاد است. جوانان ما که نسل زمان استقلال میباشند در تمام ساحه‌های حیات جامعه و دولت از جمله در حمایت مرز و بوم وطن، امنیت مردم و دولت تاجیکستان ساختمان‌های بزرگ عصر از جمله نیروهای برقی، آبی، راغون و پیشرفت علم و فرهنگ سهمی بسیار نظررس داشته ایستادند. قابل ذکر است که تنها سال 2023 بیش از 30,000 نفر جوانان ما غالب آزمون و المپیادهای بین‌المللی و جمهوری گردیدند. طی بیش از 13 ساله جهت پیشبرد سیاست دولتی جوانان فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد و انکشاف قابلیت و استعداد آنها و باز هم بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی و فعالیت این قشر فعال اجتماعی یک سلسله نقشه و برنامه قبول و عملی شده ایستادند. برای رسیدن به مقصدهای گذاشته شده ضرور است که کمیته کار با جوانان و ورزش یکجا با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی برنامه‌های کار با جوانان را تهیه و عملی نماید.
در این زمینه جهت بالا بردن سطح و صفت تربیه نورسان و جوانان باید به مسئله برداشتن حس خودشناسی ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و انسان پروری آنها توجه اولین درجه داده شد. تامین نمودن رشد ساحه ورزش یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اجتماعی حکومت مملکت بوده. هدف آن عمومی‌گردانی ورزش، تحکیم طرز حیات سالم، مساعدت نمودن به آماده سازی ورزشکاران کسبی تاجیک برای اشتراک در مسابقه‌های سطحی جمهوری و بین‌المللی میباشد. اشتراک فعال جوانان ما و پیروزی آنها در مسابقه‌های سطحی بین‌المللی بی‌شبهه و بالاروی آبروی کشور ما مساعدت می‌نماید. تنها سال 2023 ورزشکاران تاجیکستان از مسابقه‌های سطح بین‌المللی 343 مدال از جمله 108 طلا، 76 نقره و 159 برنجی به دست آوردند که نسبت به سال 2022 226 مدال زیاد میباشد. برای نائل گردیدن به دستاوردهای باز هم بیشتر ضرور است که با استفاده ثمرناک انفراستراکچور ورزش خصوصا با نگاهبین درست انشاءات و بناهای بنیاد گردیده اعتبار جدی ظاهر کرده شد. دوستان عزیز، تاجیکستان از لحاظ شماره اهالی، از لحاظ میانه عمری اهالی جوانترین کشور در دنیا است. سن سال میانه اهالی کشور ما همگی 24 سال را تشکیل میکنند. نیست دنیا در دیگر. در یگان شاخه سمت در مملکت نیست که حصه جوانان مملکت نباشند. جوانان امروزه مملکت از جوانان خفه نشوند. ما هم شما هم جوانای دوران زمانی گذشته بودیم. تماما فرق میکنند. حس ملی دارند، حس بلندی وطن دوستی و وطن پرستی دارند. من آنها را دیدم، هم در خدمت در صف قوای مسلح مملکت، هم در ساختمان عصر نیروگاه برقی آبی، در دیگر ساختمان ها، در همه جا، حتی در گلگشت ها، در باغ ها، در کوچه رسته ها از جوانان 20 سال پیش فرق میکنند. با آداب، با رفتار و یاد. جوانان ما امروز به همه کار قادر هستند، به همه کار. برای همین هم یکی از سمت‌های پیشرفت و ترقیات تاجیکستان امروز مخصوصا من قید میکنم حصه بی‌واسطه جوانان مملکت است. سلامت باشید. سلامت باشید. محترم وکیلان خب خسته نشدین. خب تامین نمودن رشد استوار و با سرعت کشور، تنظیم حقوق سری وقتی و همه جانبه را طلب می‌نماید. قانونگذاری باید پیوسته تکمیل داده شود و همقدم اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. از این رو اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان باید تمام سعی و کوشش خود را به این سمت روانه سازند. ضمناً خاطرنشان می‌نمایم که دستاورد و پیشروی‌های تا امروز نایل شده کشور نتیجه قانون‌های تهیه و قبول کرده پارلمانت مملکت میباشد. با شما اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان مراجعت کرده همه شما را دعوت می‌نمایم که بیاید، بد نیست یک جای کار و فعالیت نموده کشور خود را آباد و زیبا سازیم، سطح و صفت زندگی خلق ما را بلند برداریم و آبروی وطنی عزیز خود تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه بین المللی باز هم تحکیم و تقویت بخشیم.
وکیلان محترم فراموش نسازید که پرزیدنت مملکت هم دست پرورده پارلمانت است. ما از این انستیتوت ارگان عالی قانونبرار تربیت کرده. شینه برای همینم ما سال آینده برای شما بنای نوی پارلمان مملکت را ساخته به استفاده میدیم. در مجموع گیریم شیرتون اکنون مرکزی ماموری دولتی صاحب استقلال تاجیکستان تشکل یافته ایستاده است. اکنون بنای نوی پارلمان، بنای نوی حکومت مملکت سال آینده به استفاده داده می شود. وزارت تندرستی به استفاده دادیم. خب سال آینده بنای سود عالی به استفاده داده می شود. بنای وزارت اقتصاد به استفاده داده می شود. بنای وزارت عدلیه به استفاده داده می شود. باز بنیاد وزارت علم و معارف سر می شود. بنیاد وزارت فرهنگ شروع می شود. بنیاد وزارت صنعت بله یعنی سال آینده بنیاد با 3 وزارت یعنی مرکزی ماموری دولت صاحب استقلال تاجیکستان را ما اکنون بنیاد کرده خشت‌های فوندامنتی اساسی را گذاشته ایستادیم. شکر گویید با یگان چی عوض نمی کنیم صاحب استقلالی آزادی استقلالت دولت تاجیکستان. هر کجایی که باشید، هر جایی که سفر کردید، در کدام گوشه کنار دنیا کار زندگی نکنید، هیچگاه نسبت به ملت خود، نسبت به وطن خود، دولت عزیز خود، تاجیکستان صاحب استقلال خیانت نکنید. هیچگاه به مشکلی نیستیم، به کمبودی نیستیم. ما اکنون دولت بنیاد کرده است. اکنون هزاران مشکلات داریم. نترسیم. از این سخت‌ترین مشکلات پسی سر شد. انشاءالله زنده ماندیم. این طرفش در یک جایگی با مردم شرفمند و بزرگ ملت تاجیک، خلق تاجیک، زینه با زینه برطرف می‌سازیم. خب سلامت باشید. باید گفت که در روند بنیاد جامعه پیشرفته و عدالت پرور مسئله تشکل معرفت حقوقی شهروندان نقش کلیدی دارد. حالا در کشور برنامه 3 تعلیم و تربیت حقوقی برای سالهای 2020-2030 عملی شده ایستاده است. مسئله دیگری مهم که در نظام حقوقی کشور نقش کلیدی دارد تامین ولایت قانون بوده، آن محوری فعالیت مقامات حاکمیت سودی و حفظ حقوق به حساب می رود. تامین نمودن دسترسی به عدالت سودی و اطلاعات عاید به فعالیت سودها، محاکمه آشکارا و عادلانه سودی، با تحکیم قانونیت، پیشگیری کردن صادرشوی جنایت، احترام به قانون و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند مساعدت می‌نماید. جاری نمودن تکنولوژی معاصر الکترونی در فعالیت سودها نیز از جمله کارهای مهم میباشد و باید در این سمت تدبیرهای مشخص اندیشیده شود. حاضرین ارجمند، وضع مرکب و تشویش آور منطقه و جهان از جمله تا رفت شدت گرفتن روندی از نو تقسیم کنی دنیا، یراق ناشوی با شتاب، جنگی سرد،
تهدید و خطرهای معاصر، تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فرامیلی ما را وادار می‌سازد که برای تأمین نمودن امنیت مدافعی کشورمان تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیم. با بهترین شرایط زندگی و خدمت، تأمین نمودن خدمتچان حربی قوای مسلح، آماده کردن کادرهای بلند اختصاص، تکمیل دادن دانش تخصصی و سطح کسبیت هیئت شخصی جزو تامها، باز هم بلند برداشتن حس مسئولیت شناسی و وطن دوستی و وطن پرستی افسران و سربازان از قبیل این تدبیرها می باشد. حکومت مملکت در این سمت از جمله دایر به نوسازی اقتدار قوای مسلح همه چاره‌های ضروری را اندیشیده ایستاده است و این روند را من بعد نیز ادامه خواهد داد. هدف ما از نوسازی امکانیت‌های قواهای مسلح باز هم بهتر تأمین نمودن امنیت و ثبات کشورمان می باشد. تأکید می نمایم که رهبران قواهای مسلح، واحدهای حربی و مقامات حفظ حقوق باید بر رعایت حتمی آیین‌نامه‌های حربی، ترتیب و انتظام و تأمین ولایت قانون اعتبار دائمی و قطعی دهند. تمام ساختار و مقامات دولتی از جمله مقامات حفظ حقوق باید همه ذخیره و امکانیت‌ها را جهت اجرای وظیفه‌های ذکر شده برای سال 2024 که 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان تجلیل می‌گردد سفربر نمایند. زیرا کنستیتوسیون تاجیکستان صاحب استقلال که اولین کنستیتوسیون تاجیکستان صاحب استقلال که زمینه اعمار دولت مستقل ملی و پیشروی تمام جنبه‌های حیات مردم کشور را فراهم آورده است، یکی از دستاوردهای مهمترین ما میباشد. عملی نمودن معیارهای کنستیتوسیون به ما امکان داد که پایه‌های استوار جامعه و دولت را سازمان دهیم، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را تحکیم بخشیم، رشد استوار اقتصادی کشورمان را تأمین نماییم، برای هر یک شهروند مملکت شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را مهیا سازیم. بنابراین پیشنهاد می‌نمایم که سال 2024 به افتخار این سنه بسیار مهم تاریخی سال معرفت حقوقی اعلام کرده شد. هموطنان عزیز، مرکب شوی اوضاع سیاسی بین المللی، شدت گرفتن وضع گیوسیاسی و نظامی، تهدیدهای امنیتی، بحرانهای مالیوی و اقتصادی، همچنین مشکلات مربوط به تغییرآب اقلیم، نارسایی غذا و آب آشامیدنی در جهان و منطقه و پیامدهای آنها ضمن پیشبرد سیاست خارجی تاجیکستان ما را به اندیشیدن تدبیرهای ضروری وادار می‌سازد. کشور ما به صفت اولویت سیاست خارجی خود من بعد نیز به گسترش مناسبت‌های دوستانه و حسن همجواری با دولت‌های آسیای مرکزی در زمینه احترام و اعتماد متقابل توجه خاصه ظاهر می‌کند. در سیاست خارجی تاجیکستان تحکیم و توسعه مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، همچنین
دیگر شریکان عنعنوی از منطقه‌های آسیا، اروپا و امریکا جایگاه خاص دارند. چنین رویکرد به آینده نگرانیده شده اساس سیاست درهای گشاده تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. در این راستا ما همکاری خود را با کشورهای جهان اسلام باز هم گسترش می‌بخشیم. تاجیکستان در رابطه با روندهای جاری در افغانستان و خاورمیانه بخصوص فلسطین خیلی نگران است. همه ما شما ببینیم اون نوارایی که چیزی که نشان میده زیادت از 20,000 نفر شهروندان کشته شد. ما تأسیس دولت مستقل فلسطین را در اساس قطعنامه‌های قبول کرده سازمان ملل متحد و مرزهای سال 1967 یگانه راه امکان پذیر تأمین صلح و ثبات پایدار در این منطقه می‌دانیم. کشور ما از جامعه جهانی باز هم دعوت به عمل می‌آورد که همه این نزاع‌ها تنها با راه مذاکرات و مکالمه حل کرده شوند. همکاری تاجیکستان با همه سازمان‌های با نفوذ بین المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد، اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و نهادهای دیگر با فرهنگ‌سازی شرایط و امکانات برای تقویت موقع کشور در عرصه جهانی و اشتراک فعال آن در روندهای گلوبالی و برنامه و زمینه‌های مختلف روانه گردیده است. موجودیت تأمین نمودن پایداری نظام و ثبات بین المللی اهمیت تقویت نقش مهم و هم آهنگساز و متحد کننده سازمان ملل متحد را تاکید میکنیم. قابل یادآور است که سال گذشته با تشبث پنجم جمهوری تاجیکستان قبول گردیدن قطعنامه سازمان ملل متحد درباره سال بین المللی حفظ پریاک‌ها اعلان کردن سال 2025 اینچنین 21 مارس همچون روز جهانی پریاک‌ها و تأسیس خزینه بین المللی حفظ پریاک‌ها برای جامعه جهانی مهم و مایه افتخار مردم شرفمند تاجیکستان است. ما از همکاری‌های خود با همه تشکیلات‌های بین المللی مالیوی و دیگر شریکان رشد قناعتمند میباشیم و من بعد نیست با مقصد تامین نمودن هدف‌های رشد استوار همکاری‌های خود را با آنها گسترش میدیم. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، در پیام امروزه دستاورد و پیشروی‌های در ظرف سالهای آخر نایل شده تاجیکستان صاحب استقلال بیان گردیدند. خاطر نشان می‌نمایم که همه پیشروی‌های ذکر شده محض با زحمت صادقانه و صافدلانه و عزم و تلاش وطن دوستانه مردم شریف کشور به دست آمدند. از این لحاظ با مردم صاحب معرفت و تمدن‌ساز و شرفمند و سربلند این مملکت
برای دستگیری سیاست پیشگرفته دولت و حکومت و زحمت اهلانه و آبادگرانه سپاس و منتداری صمیمی خود را اظهار میکنم. در برابر کامیابی ها امروز مشکلات و مسائل حل طلب حیات جامعه و دولت اینچنین وظیفه ها برای حل و فصل آنها معین و مشخص کرده شدند. تاکید می نمایم که برطرف کردن کمبودی های موجوده و حل مشکلات جای داشته قبل از همه وظیفه جانی هر یک رابر اعضای حکومت، مجلس ملی، وکیلان مجلس نمایندگان، رئیسان ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها، جماعت‌های شهرک و دهات، رهبران ساختار و مقامات دولتی، تشکیلات و مؤسسات، خدمتچیان دولتی، اهل ضیاع، فرهنگ و تمام مردم شریف کشور میباشد. همه ما وظیفه داریم که در شرایط نهایت حساس و ناآرام و پرتحول جهانی امروزه و افزایش تهدید و خطرهای معاصر با استقلال و آزادی، ثبات سیاسی و امنیت جامعه بشری بیش از هر وقت دیگر با صبر و تحمل و متحد و سرجم باشیم. تمام سعی و تلاش خود را به خاطر حمایه ارزش‌های ملی، حفظ منفعت‌های دولت و ملت، آبادی وطن عزیزمان و رشد کشور صاحب اختیارمان روانه سازیم. من به مردم عزیز کشور مراجعت کرده هر یکی آنها را دعوت می نمایم که بیایید طبیعت تاجیکستان بیشت آسای ما را به گلستان تبدیل دهیم. آبادی و تازگی و آزادگی را از هر خانه و کاشانه سر کرده تا دهات دوردستترین وسعت بخشیم. تمام قلمروی وطنمان را خرم و سرسبز گردانیم و صاحب فرهنگ و تمدن باستانی بودن خود را به جهانیان ثابت نماییم. من با حس بلند ملی، احساس گرمی وطن دوستی، نیت نیک و عزم قطعی و سعی و تلاش سازنده مردم شرفمند تاجیکستان اعتماد کامل دارم. با اطمینان اظهار می نمایم که ما همه یک جا با کار و فعالیت اهلانه وطن عزیزمان را خصوصاً تا جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی آباد و زیبا می سازیم. دولت صاحب استقلال ما را پیشرفته می گردانیم و اعتبار و آبروی آن را در عرصه بین المللی باز هم بلند می برداریم. با کل مردم شریف تاجیکستان سلامتی، خانه آباد، بخت و اقبال نیک و به هر یکی شما حاضرین محترم سربلندی و موفقیت و برای کار آرزو می نمایم. همیشه سلامت و موفق باشید هموطنان عزیز.